این جام جهانی هم تموم شد با همه خوبی ها و زشتی هاش، اما کی باورش میشد که مثلا شکیرا بتونه رکورد پیکه رو توی فینال جام جهانی بشکنه، یا جواد خیابانی آهنگ Don't Cry For Me آرژانتینا رو بازخونی بکنه، یا تو فینال جام جهانی تنها نماینده ایران بیژن مرتضوی و سازش باشه. فوئنته که تونست توی فینال جام جهانی به رکورد نواختن امیر قلعه‌نویی برسه. سلام، من رضا خدادادی ام، به استودیو زی تایم خوش اومدید. هفته پیش اینجا یه مناظره برگزار کردیم راجع به تیم ملی. فکر می‌کردیم خیلی دیر داریم به مسائل واکنش نشون بدیم، اما مثل اینکه الان تازه اوج گرفته ماجرا. ببین تیم ملی یه جوریه مدلش که شما هر ثانیه‌ای راجع بهش صحبت نکنی ثانیه بعد یه سوژه جدید بهت داده، یعنی اصلا نگران نباش. حالا تلویزیون و تیم ملی و آقای قلعه‌نویی و دوستان و همه رو بیخیال شیم، به نظرم برسیم به مهمترین پدیده‌ای که تو این هفته گذشت، جام جهانی و فینالش. تموم شد بالاخره. 104 تا بازی روز بود تقریبا فکر می‌کنم. کف کردیم قشنگ. ولی بعد تورنمنت ها معمولا یه بدن‌دردی سراغ کسایی که خیلی پیگیرن میاد و من خودم الان مبتلاشم. یعنی یه گاردی داشتم جلوی جام جهانی 48 تیمی و متاسفانه گاردم باز شد، شکست و دیدم چقدر جذابه. میترسم 64 تیمیه که قراره بعد از این بیاد اون از اینم جذاب‌تر بشه. آره به نظر منم فراتر از انتظارا بود. خوب بود. خیلی جذاب بود جام جهانی. من خودم فکر کنم 4 5 تا بازی رو ندیدم. تا صبحم که همش بیدار بودیم و آقا سلام. حالا شما چطوره؟ خیلی خوش آمدید. شما خوب هستین؟ ارنج عوض کنیم. بله خواهش می‌کنم. خیلی خوش آمدم. خوش آمدید. خوش تشریف برگشتید. چه خبر؟ فینال جام جهانی بودیم. آها کجاش دقیقاً؟ اون حال بعد تموم شدن جام. فوتبال ندیدنه. یه چیزی داره انگار یه حالتی داره نمیشه گفت. آره. یه حس عجیب و غریب، انگار مثلا یه سرخوشی خیلی خوبی یهو تموم شده. دقیقاً. یه خود چیز شده، یعنی هممون به نظرم احتیاج داریم که یه جت لگ میگن، اینکه ساعت‌های خواب به هم میریزه. آقای قلعه‌نویی میگفت که هر یه روزی یه ساعت و این حرفا، چون همه اونایی که فوتبال دوست دارن واقعا خوابشون هم به هم ریخته. دقیقاً. الان ساعت‌های زندگی آمریکا، حالا کیفیتش من دیگه به سبک آمریکا زندگی می‌کنم. ساعتمون الان به ساعت آمریکا زندگی می‌کنم. الان این موقع من باید تخم مرغ عسلیمو با مربا با سریال برنج. آره دیگه، ولی تموم شد و خوشیامون هم چقدر کوتاه، دقت کردی؟ برای ما می‌خواستم همین رو بگم. برای ما بعدیش اینه که الان یه چند وقت دیگه باید بیایم مثلا فوتبالای لیگ خودمون رو ببینیم. اونم یه تصمیم تایمی کارا می‌کنیم. حالا خدا رو شکر فاصله هست واسطش. امسال هم که اصلا عجیب غریبه به نظرم فوتبال اون دیگه، لیگ 18 تیمی و هر سال عجیب‌تر میشه. فقط این الان چون بحث روزم اینه که سرمربی محترم تیم ملی در آینده هم میمونه یا نمیمونه و اون مثلا اشکای اسکالونی رو میذارن کنار در واقع رفتارهای آقای قلعه‌نویی. میخوام ببینم که آماری داریم مثلا وضعیت مثلا نیمکت و چه جوری شده بعد از جام جهانی؟ تا الان که داریم صحبت میکنیم راجبش، از 48 تا تیمی که توی جام جهانی 2026 شرکت کردن 20 تا نیمکت دستخوش تغییر شده. یعنی این 20 تا همشون خیلی ناکام بودن که تغییر نه لزوما، خیلی هاشون مثل سرمربی موفق اکوادور اصلا استعفا کردن بعد از اون موفقیتی که داشتن. یه سری هاشون هم مثل سرمربی بلژیک رودی گارسیا که آخرینشون بود و 20مینشون تا این لحظه، با وجود اینکه بلژیک حالا نمایش‌های ناکامش تو دور گروهی رو کاری ندارم، ولی تنها تیمی توی جام بود که به اسپانیا گل زد. اسپانیا یه دونه گل خورد، اونم از بلژیک بود. باز هم فدراسیون فوتبال این کشور خیلی با این سبک و سیاق و با این نتایج به قول معروف حال نکرد و خبر آلمان هم عوض میشه. آره آلمان هم که اخراج شده، احتمالاً یورگن کلوپ میاد.
فرانسه هم که فرانسه هم بله در زیدان این میشه 21می. اگر الان یه خورده رسمی توخل بشه. فقط یه سری مسئله‌ش جای بود. دیگه هم هستن که تردید دارن. مثلا خود آرژانتین خب به هر حال سرمربیش قبلا هم می‌خواست بره، الان تردید دارن که بره یا نره. یعنی اونایی هم که خوب نتیجه گرفتن یه تردیدایی دارن. ما خیالمون ولی راحت تردیدی ما نداریم، بدون چون هیچ تردیدی میدونیم مثلا میدونیم به هر تکلیفمون حال چیه. چون نتیجه خوبی هم گرفتیم به هر حال. آقای مسعود خان یه خلاصه ای از برنامه آره ببینیم امروز قراره که چه آیتم هایی داشته باشیم، یه دور تند و تیز تو کل برنامه بزنیم و برمیگردیم و ادامه میدیم. ولی علی جایی در هر جایگاهی در فوتبال بوده شأن اونجا رو حفظ کرده. عادل بیاد خط بزنید، عادل برنامه‌اشو کنسل کنید، عادل رو نمیدونم از اینترنتش نمیدونم محروم بکنید. حالا شما هر کاری میخواید باش بکنید. من کیمیام، طرفدار پر افتخار ترین بازیکن جهان. دوئل این هفته من و یه رونالدو فن رو از زی تایم از دست ندیم. آقا من یه نظریه نامحبوب دارم راجع به اینکه حالا مهندس آبدینی و مهندس آبدینی ها که سالهای سال حالا رزومه موفقی داشتن توی مدیریت فوتبال ایران همچنان چهرن و همچنان خواهان دارن واسه اینکه بیان برگردن کار کنن. قهرمانی اسپانیا و پیام تبریک مسئولین ایران. ما خبر نداریم، شاید هم یکی از دستاوردهای تیم ملی باشه. اصلا شاید آقای دلافونته رو با آقای میرسلیم اشتباه گرفتن. فوتبالیست، سیاستمدار، استاندار، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و رئیس فدراسیون فوتبال. مهمان من امروز آخرین کسیه که به تاج و تخت آقای تاج در فدراسیون فوتبال حمله کرد. شاید اگر او امروز رئیس فدراسیون فوتبال ما بود، داستان تیم ملی و شرایط فوتبال ایران متفاوت از این بود. با من در گفتگو با مهندس امیر آبدینی همراه باشید. همه میگن با کت و شلوار و صندلی استانداری وارد فوتبال شد. اما تاریخ رو اشتباه خوندن. او خیلی قبلتر از میزهای سیاست با پیراهن پرسپولیس، پیکان و برق روی مستطیل سبز میدوید. در اوج جوانی فوتبال را کنار گذاشت و مسیر سیاست را انتخاب کرد. اما جادوی چمن هیچ وقت رهایش نکرد. او به فوتبال برگشت، اما این بار نه به عنوان یک بازیکن، بلکه برای ساختن یک دوران. امیر آبدینی فقط یک مدیر نبود. او نگاه تازه‌ای به اقتصاد فوتبال آورد. در روزگاری که کمتر کسی به ارزش واقعی بازیکنان فکر می‌کرد، با انتقال تاریخی مهدی مهدوی‌کیا یکی از مهمترین پرونده‌های اقتصادی فوتبال ایران را رقم زد. پرسپولیس پرستاره دهه 70 زیر دست او شکل گرفت و سالها یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های تصمیم‌ساز فوتبال ایران بود. اما فوتبال فقط 90 دقیقه بازی نیست. گاهی سرنوشتش پشت درهای بسته نوشته می‌شود. سالها بعد وقتی دوباره برای بازگشت و هدایت فوتبال ایران قدم جلو گذاشت، نتوانست از دیوارهای نامرئی و بازی‌های پشت پرده عبور کند. اما یک چیز تغییر نکرد. اینکه نام او هنوز یکی از بحث برانگیزترین و تأثیرگذارترین نام‌های مدیریت فوتبال ایران است. امیر آبدینی، مردی که هم روی چمن دوید، هم در راهروهای سیاست قدم زد و هنوز بخشی از جعبه سیاه فوتبال ایران است. آقای مهندس عرض ادب، خیلی خوش اومدین به زی تایم. واقعا خوشحال شدم دیدمت. دلم تنگ شده بود. و همچنین قربان، باعث گروه افتخار. خوب و دوست داشتنی شما و خود حضرت عالی. من سابقه و خلاص برنامه خوبی رو با شما داشتم. گفتگو لذت بردم. آره، گفتگو قبلیمون خیلی ممنونم. گفتگو قبلیمون که خیلی بازخوردهای خوبی برای خود من داشت. شما جزو آدم‌های خوش صحبت و کسایی که کلامشون تو فوتبال ایران نافذه. حالا اینا غیر از اون خوشتیپی و موهای فر و خلاصه از این داستاناست. قراره امشب چوب بزنی؟ خب بزن، تو ما حرفی نداریم. آقا خیلی رک و پوسکنده بریم سر اصل مطلب. من خدمت. ما جام جهانی رو تموم کردیم. دستاوردهایی برای فوتبالمون اعلام میشه، مثلا حضور ایران تو قلب اهالی تیخوانا و اینی که در کنار سرمربی اسپانیا ما هم بدون شکست جامو تموم کردیم.
اینا دستاوردهای شایسته‌ای بود برای فوتبال ایران. ببینید با یه منظر و با یه دید نمیشه به فوتبال نگاه کرد. اصلا زیبایی فوتبال اجازه نمیده شما یه بعدی باش برخورد کنی. فوتبال معانی و مفاهیم خاصی داره. بله. همونقدر که توش عاطفه هست، قرابت هست، رفاقت هست، دوستی هست، عشق هست، همونقدر بیرحمه. گاهی موقع چهره بیرحم خودشو به رخ میکشه. این بیرحمی نشأت میگیره از چند جمله یا چند آیتم. یکیش نداشتن یک ثبات مدیریت، برنامه. وقتی شما مدیریت قوی و حساب شده‌ای نداری و فکر می‌کنی فوتبال زدن زیر توپه و برنامه‌ای نداری و متوجه نیستی که با زمان داره میگذره. اگر ما در فوتبال 3 عنصر برامون خیلی مهمه، زمان و زمین و توپ. بله. این 3 عنصر مهمه. تو برنامه ریزی هدایت، کنترل، اینا هم عنصرهایی هستش که خیلی قبل از سوت داور مهمه. ما قبل از سوت داور بازی رو میبازیم. چرا؟ چون برنامه نداریم، چون هدایت عمومی نداریم، چون کنترل نداریم، چون ضابطه ها رو گم کردیم. با رفاقت و با من بمیرم تو بمیری و 2 تا رأی وسط میگیرم و 4 تا رأی اینجا وسط نمیگیرم و اونجا میگیرم، اینجوری نمیشه مدیریت کرد، هدایت کرد و توقع یک ملت فریخته با دانش که در ابعاد مختلف مردم ما میتونن حرف بزنن. مردم ما واقعا مردم با دانشی هستن. دانش اجتماعیشون بالاست، خرد جمعیشون خوبه، همدیگر رو میفهمن، درک میکنن. بعد من مسئول شدم میخوام این مردم رو نبینم، غمشون رو نبینم، شادیشون رو نبینم، اون چیزایی که برای مردم مطلوبه رو نبینم، نامطلوب ببینم. اصلا نبینم اب نداره، نامطلوب میبینم. یادم میره که من در لس آنجلس رفتم چه بکنم؟ رفتم فقط تو قرعه کشی شرکت بکنم یا کمپمو مشخص کنم؟ کمپمو یادم میره مشخص بکنم. میرم کجا؟ تو آریزونا، فینیکس آریزونا. در اون زمان 50 درجه سانتیگراد بالای صفر بود. بعد میگن که بالاخره به آمریکاست دیگه. در فینیکس هم دیدگاه‌های سیاسی اتفاقا خیلی عجیب غریبه. چپ‌ها اونجا حرف برای گفتن دارن. میگیم پس فرار میکنیم میریم مکزیک. باید میریم جایی رو انتخاب میکنیم که به کالیفرنیا نزدیک باشه. خب دیگه به بقیه کاراش کار نداریم که اینجا چه بافت فکری حاکمه، چه شرایط اجتماعی حاکمه. آیا خود مردم بومی دارن لذت میبرن از اونجا زندگی کردن یا بخش عمدهشون در جبر دارن زندگی میکنن؟ حالا ما از خوشبختیمون و شانسمون مزاحمت اونچنانی نداشتیم. بله. تو دوره ای هم بودیم که جنگ داشتیم. اصلا نکته همینجاست. یعنی این ماجرای جنگ جزو، یعنی تو جوابی که به شما میدن اشاره شما اون فراز کلیدیتون این بود که ما قبل از سوت باختیم، ولی این آقایون در واقع حرفشون اینه که آقا چون شرایط جنگی بوده ما اسیر یک سری مسائل خاص بودیم. ببینید تیم پرسپولیس در زمان صدام رفت عراق و آقای مایلیکان انقدر مضطرب بود، آقای فریاد شیران همراه با تیم فرستاد، چون 11 بازیکن ملی ما داشتیم. یه روزی باید بررسی بشه دیگه که این تیم چجوری رفت اونجا، چقدر موفق بازی کرد و احمد عابدزاده ستاره زمین شد. بچه‌ها وقت گذاشتن برای زیارت، رفتن بعد رفتن زیارتشون رو کردن. تو اردوشون هم بودن، مسابقه رو خوب تموم کردن. اونجا مساوی یعنی برد برام. ما هم تهران بردیم بازی رو. پس ما این تجربیات رو داریم. اگه برنامه داشته باشی همه چی غالبه. آمریکا به هیچ عنوان نمیتونست خدشه‌ای به این مسابقات وارد بکنه و قوانین فیفا رو دور بزنه. اتفاقا فیفا بود
که مرتب سعی میکرد خودشو به رئیس جمهور آمریکا را نزدیک کنه، چون مسائل پولی خیلی بالا بود و رئیس فیفا میدونست داره چی کار میکنه. داشت با دربازکن دیگری پپسی میخورد. تعبیر جالبی. آره. من استنباطم این هستش که ما کمکاریامون رو، عدم برنامه‌مون رو، عدم سازماندهی و هدایتمون رو انداختیم گردن چیزهای مختلف. یکیش فرصت جنگ بود. جنگ چه زمانی شروع شد؟ ما 1 سال فرصت برنامه‌ریزی داشتیم. اصلا قبل از شروع جنگ ما چند تا بازی آنچنانی درست حسابی برای این تیم تدارک دیدیم. من وقتی نمیتونم برای خودم مسابقات طراحی بکنم و برنامه‌ریزی بکنم، این رو گردن کی میخوام بذارم؟ ما فکر میکنم توی این 1 سال فکر میکردیم آقای ایکس برود یا نرود، آقای ایگرگ برود یا نرود، فلان دوستمون برود یا نرود. این خطرناکه. این خطرناکه که من اصل و فدای فر بکنم. خب شما یادتونه من با صراحت تو برنامه شما فکر کنم گفتم احتمالا اگه سرمربی هم میشدم به عنوان اسیس استفاده نمیکردم. حالا بذارید من کامل کنم. خیلی خوب. این تازه بهتر شد. تو دلم بود بروز کرد. ببینید امیر قلعه‌نویی کسی باهاش دشمنی نداره. خودش که این تصور رو نداره. البته هیچ کی فکر نمیکنه که امیر قلعه‌نویی تو فوتبال ایران نقش نداشته، زحمت نکشته، زحمت برای باشگاهی. اما یه چیزایی رو مردم باور نمیکنن که اخلاص عمل بوده، صداقت بوده، رفتارهای مناسب بوده، بدون لابی در جایگاه ها قرار گرفتیم. حرف 1 سال 2 سال پیشمون رو یادمون رفته چی گفتیم راجع به کل نظام در مورد اون بازه 40 ساله و این حرفا. 40 ساله. بعدم بیام بگیم راجع به فوتبال گفتیم نه. جملهش هست. بله. اون وقت اگر نه همین حرفایی که دیگه بزنه اون کفران نعمت کرده، شما شکر نعمت. من الان نگرانم شما یه خورده دارین به سمت وطن فروشی و نمیدونم از این چیزا میرین تو این من؟ بله. آره خوبه. ببینید اگر نه شما رسیدی به این که اگه 4 تا حرف منطقی بزنی و نگران این حرف زدنت باشی، شما اون وقت بدونید که فرصت دست فرصت طلبا میفته. آدم‌های صادق دیگه حرف نمیزنن. آدم‌هایی که بلدن راست بگن یواش یواش دروغ میگن. و اون وقت این اتفاقی که تو جامعه الان افتاده شدید میشه. مردم قاضی‌ان، وجدان جامعه اونان قضاوت میکنن. مسئولین باید افتخار بکنن خدمتگزار مردم. اگه غیر از این فکر بکنن خدمتگزار نیستن. الان آقای مهندس مثلا امیر قلعه‌نویی به شکل خیلی در واقع رسمی میگه که آقا من ایثار کردم. از کلمه ایثار من احساس میکنم واژه ها دیگه داره مفاهیم خودش رو از دست میده. میگه من ایثار کردم که قرارداد دلاری رو ریال بستم، همه دارن تو لیگ 90 میلیارد میگیرن، من فقط 30 میلیارد گرفتم. در نتیجه اینی که مثلا یه درصد عظیمی از پاداش جام جهانی رو بدن من بذارم تو جیبم کاملا حقمه. بله. ببینید این همون چیزایی است که من نمیفهمم. من واقعا بضاعت ندارم خیلی چیزا رو بفهمم. یکیش همینه، ما برای چی داریم پاداش میدیم؟ برای حضور؟ بله. من فکر نمی‌کنم توی این مملکت نیاز هستش که ما بستر فوتبال رو رشد بدیم. این پولا برای رشد بستر فوتبال نیست. چقدر آکادمیای خوب داره یکی یکی از بین میره. الان اونایی که پایدار هستن و دارن کار میکنن برای یه ترم 2 ماهه چقدر میگیرن؟ آیا این رقم عددا نمیتونست بیاد مشکل خیلی از آکادمی‌ها رو حل بکنه؟ ولی ایشون در جواب شما میگن که خودمون درآمدزایی کردیم، ما این تیمو بردیم بالا، نه. این پاداشو گرفتیم، در نتیجه حق ماست. میدیم مثل چیز میمونه، مثل که مثلا وزارت نفتی‌ها خب بگن آقا ما داریم نفتو از زیر زمین در میاریم، پس این همه پولش مال ماست. برای چی؟ دقیقاً شاهد مثال آوردی. ببینید در این مملکت یک مجموعه زندگی میکنن، کار میکنن، تلاش میکنن، هزینه میکنن، اما یه سفره تعریف شده.
سفره عامش مال ملت. بله. هیچ مسئول دولتی یا هیچ کسی که در راستای ملت کار میکنه غیر از اینکه دستش روی مردم باشه جای دیگه نیست. مالکیت مال مردمه. دولت خدمتگزار مردمه. نظام اداری بدهکار مردمه. این مردم هستن که فرصت میدن من کجا کار بکنم نکنم. و اگر نه من خودم رو طلبکار بدونم فاجعه است. ببینید جایگاه خدمت اینجاست. مسئولیت هایی که ما گرفتیم بضاعتمون اینجاست. اگه من خودم رو برسونم به این جایگاه خدمت کردم. اگه این جایگاه رو آوردم در سطح خودم خیانت کردم، خدمت نکردم. این جایگاه ها رو خورد کردیم، از بین بردیم. ما رفتیم تو جام جهانی 3 بازی کردیم 3 امتیاز گرفتیم. چندم شدیم؟ هیچم. من واقعا موندم چی دارم میگن که ما موفق بودیم. چی رو موفق بودیم؟ ما قرار بود که یه تیم رو ببریم، یه امتیاز هم از یه تیم بگیریم بریم بالا دیگه. این آرزو اویچ بود. چیز جدید اتفاق نیفتاده. اویچ جلسه اولی که اومد خدمت آقای مهندس صفایی فراهانی من بودم. رفت پای تخته. تیم آمریکا رو لیستش رو نوشت و ارنجشون رو نوشت. آقایون بیاد همین الان بعد مدتی گذشته بیاد بگید تیم‌های مقابلتون بازیکناش کیا بودن، چه وضاحتی داشتن. شما میتونید بگی آورج سرعت توپ، انتقال توپ در جام جهانی این دوره چقدر بوده؟ بیاد بگید که معلوم شه چی بلدید. بگید سرعت انتقال نفر بدون توپ چقدر بوده و آورج دست کیه؟ آقای مهندس بحث فنی اتفاقا جای خوبی رسید. وارد بحث فنی میشیم. احساس میکنم آقای مهندس با حب و بغض بسیار غلیظی امشب. بغض نه، حب به وطن، حب به این مملکتی که الان دلم براش میسوزه. آره ولی تعبیر میشه به حب و بغض. ببینیم برمیگردیم. اومدیم با یه میز تحلیل دیگه، یه دوئل جذاب بین طرفدارای رونالدو و مسی. خانم کیمیا سلام. و آقای آریا. سلام، خیلی مخلص. هر دو دوستمون نسل زدی هستن، به شدت فوتبالی. خانم کیمیا که گفتیم دیگه مسی فن شدید و آقای آریا هم که رونالدو فن و رئالی دو آتیشه. نظرت اول بگو چطور رو به این دوئل رو چطور می‌بینی؟ چون جام جهانی تازه تموم شده فکر کنم از جام جهانی شروع کنیم بهتره. راستش یه ذره سورپرایز شدم. یعنی انتظار داشتم یه طرفدار حالا پدری، رودری، حالا یه ذره اونورتر امباپه. چرا که بستگی نه؟ داره کدوم لول جام جهانی. اون لولی که مسی اومد تا فینال که فکر کنم سطح 2 و 3 اینای جام جهانی. آخه مسی 3 بار اومده فینال. کدوم دورش؟ حالا این دوره رو میگیم. خیلی زود شروع کردن. بریم. اصلا جام جهانی خوبی داشت مسی. شما به عنوان طرفدار مسی جام جهانی خوبی داشتید؟ من خیلی راضی نبودم. وقتی قهرمان بشی به کمترش راضی نمیشی. خب احسن. شما چی؟ نه اصلا در حد تیم پرتغال واقعا خوب نبودن توی جام جهانی ولی دیگه سایدشون خیلی سخت بود و از همون ساید هم قهرمان از اول مشخص بود. مشخص شده بود؟ از همون ساید بود دیگه. همه میگفتن این ساید قهرمان از این سایده. میگه سایدتون آسون بود. اگه کنگو رو میبردن میافتادن ساید ما. آره دیگه اون موقع آرژانتین همون 1/8 حذف میشد. اگه یورو دارین میدونی که چون ما حضور نداریم تو یورو. اصلا در حد یورو که نیستن تیمای آمریکای جنوبی. جام جهانی فرقش با یورو چیه؟ حالا جام جهانی بزرگترین رقابت تاریخ که هست ولی با کیفیت ترین قطعا نیست. چطوری میشه که جام جهانی بهترین تورنمنت ولی با کیفیت ترین نیست؟ بزرگترینه ولی با کیفیت ترین نیست. چرا نیست؟ چون مسی آرژانتین چون رونالدو قهرمان نشد. چون آرژانتین به تنها تیم تاریخ تبدیل شد که رسید نیمه نهایی و با هیچ کدوم از رنک 18 فیفا بازی نکرد. 2 دوره قبلیش چی؟ حالا من اینو میگم توی جام جهانی این احتمال داره مثل آرژانتین خوش شانس ولی تو یورو هیچ همچین احتمالی نیست. ما 3 تا فینال جام جهانی حضور داشته مسی. بله.
یه دونش رو قهرمان شده. 2014 همه میدونن چجوری قهرمان نشد، یعنی اگه خطای نویر رو گرفته بودن کار تموم بود. اگه همون تمارض دیماریام نبود 2022 نمیگرفتن. خب باشه، اصلا میگیم یه دونه داره بحث دیگه. داوری باشه که آرژانتین الان دیگه فکر کنم کمپینی که براش راه انداختن رکورد گینیس، نزدیک رکورد گینیسه. کدوم کمپین؟ بر علیه آنتی فوتبالی که بازی میکنن و چرک چرا بازی آنتی کردن فوتبال؟ هیچی دیگه. پارادیس و بازیشه. خب یه ذره به نظرم اتلتیکو مادرید جام جهانی من اسمش رو گذاشتم آرژانتین. سبکه. یه ذره داریم از بحث مسی رونالدو فاصله میگیریم. بیایم سراغ به نظر هر دو تایتون نکته‌های خوبی گفتید. آرژانتین مسی خیلی ها معتقدن که تو آرژانتین شرایطش خیلی بهتر از رونالدو. قبول داری؟ چطور میشه که تا سال 2016 که آقای رونالدو یورو میگیره و مسی فینال کوپا جلوی شیلی پنالتی خراب میکنه و آرژانتین قهرمان نمیشه؟ کل دنیا، کل رسانه ها بسیج میشن و میگن که مسی اگه تو بارسا خوبه به خاطر پاسای ژاوی و اینیستاست، وگرنه مسی یه بازیکن معمولیه و تو آرژانتین هیچ دستاوردی نداره. اون طرف رونالدو میشه خدا، تیمشو قهرمان یورو کرده یه تنه. 2022 که مسی تیمو قهرمان میکنه نمیاد بگه من قهرمان کردم، میگه تیم. ولی رونالدو الان اینطوریه که نه، هم تیمیان بدن. چطور 2016 که خود شما فینال و مصدوم بودی و هم تیمیات قهرمانت کردن همه خوب بودن، الان 24 نفر بدن شما یه دونه خوبی؟ اولا رونالدو هیچ جا نگفته من یه تنه قهرمان کردم و مصاحبه‌اش از همش گفته که هم تیمیام کمک هم تیمی و مربی و رختکن و همه چی رو گفته. حتی این جام جهانی هم اون فضای رسانه‌ای که برای علیه تیم پرتغال بود کاملا برعکس بود چیزی که توی کنفرانس‌ها میگفتن. رونالدو کاملا داشت اسم تیمو میگفت، حتی میگفت یه دستبندی داریم که تمام اعضای بازیکن‌ها و اعضای کادر فنی رو اون دستبنده نوشته شده. ولی بحث این بود که واقعا همشون مثلا جلوی مصر مسی فقط یه گل زد، اصلا پاس گل هم نداد فکر کنم، ولی همه می‌دیدیم مسی رو میندازن آسمون. ولی برای رونالدو اینجوری نیستن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه بازیکنایی توی تیم رونالدو ان که خودشونو در حد رونالدو ایگو میبینن، مثلا خودشون در حد رونالدو بزرگ میبینن. مثلا شما نتونی به برونو فرناندز که توی منچستر خودش نفر اولی بیای بگی اینجا تو باید نفر دوم باشی، نمیتونه قبول کنه. در حالی که اعتباری که پرتغال داره همش به خاطر رونالدوه. قبل رونالدو پرتغال چی داشت؟ یه تیم معمولی بود، 4 تا بازیکن ستاره. هر اعتبار و شخصیت قهرمانی که داره به خاطر رونالدوه. ولی آرژانتین قبل مسی چی؟ مارادونا 2 تا جام جهانی برای آرژانتین کسب کرده و 14 تا کوپا داشتن. ولی پرتغال قبل رونالدو چی؟ یه دونه فینال هم یه دونه فینال 2004 بود که باختن. این بحث میاد وسط که مسی همیشه توی فشار مارادونا بوده، به خاطر اینکه همیشه با مارادونا داشته مقایسه می‌شده. فشار همیشه روی مسی بوده به خاطر اینکه همیشه داشته با مارادونا مقایسه می‌شده. با تمام این فشارها از تیم ملی خدافظی کرد، دوباره برگشت، 2 تا کوپا، یه فینال سیما و یه دونه جام جهانی کوپایی که هر سال به خاطر مسی گرفتن مسی 2 سال یه بار برگزار شد عوضش کردن قانونشون به کنار. ولی رونالدویی که قبلش پرتغال هیچ افتخاری نداشته، نه هیچ فشاری روش بوده نه هیچ چیزی. خب به خاطر رونالدو افتخارات رو دست نیاورد. من اصلا منکر نمیشم که رونالدو بازیکن خوبیه. مأموریتی که رونالدو برای به اون جایگاه رسوندن پرتغال داشت 2 برابر مسی سخت‌تر بود. اینو بپرسم، قهرمان شدن تو کوپا سخت‌تره یا قهرمان شدن تو جام ملت‌های اروپا؟ خب یه بحثی میاد اینجا وسط. تیم‌هایی که توی یورو دارن بازی میکنن تاپ ترین تیم‌های اروپایی هستن. چرا تیم‌های تاپ اروپایی شدن؟ صرفاً بازیکنایی که داخلش دارن بازی میکنن دیگه، محصولاتی که اروپا پرورش داده، بازیکنای فوق ستاره‌ای که داره. کوپا سطحش پایین‌تره. چرا؟ به خاطر اینکه بازیکن‌هایی که ملیت آمریکای جنوبی دارن بازیکنای ضعیف‌ترین. خب این تو همه تیم‌ها هست. پس طبیعیه دیگه. پس این تورنمنت قهرمان شدن توی سخت نه. قطعاً سخته. تیم‌ها لولشون یکیه. یعنی همون قدری که یورو بقیه تیم‌ها خوبن، پرتغال هم خوبه، اون طرف هم آمریکای جنوبی، آرژانتین بجز برزیل که به نظرم بهترین تیم آمریکای جنوبی از نظر اسکوادی، از نظر بازیکنی، آرژانتین چند تا بازیکن تاپ داره؟ آرژانتین تو دوره قبلش که داشته دیگه، تو 4 سال بجز دیماریا و حالا مثلا یه مقدار بگیم شاید دیبالا، بقیه بازیکناش کدوم تاپ 5؟ آرژانتین 2014 که نصف بازیکناش توی سطح یک اروپا بودن. کوپا صحبت می‌کنیم، کوپا 2016 آرژانتین توی کوپاست. 2016 الان توی این جام جهانی که نصف ترکیب آرژانتین توی لیگ‌های معتبر اروپایی بودن. خب فیکسش. میونه صحبتت
بازیکن‌هایی که الان دارن حرف از فیکس اروپا میزنن همشون محصول آرژانتین 2022 ان. مکالیستر بعد 2022 رفت لیورپول، انزو فرناندز رفت چلسی، آلوارز رفت منچستر سیتی. اینا همشون محصول جام جهانی 2022 بودن و هر سه تاشون این جام جهانی یکی از افتضاح ترین فرماشون بود. آلوارز که واقعا من اصلا بازی نکرد. ببین اصلا سطحی که توی جام ملت‌ها هست، حالا بحث هر جوری میشه میکشن. به نظرم الان مسی تو تیمش میخوای بگین که نقش کلیدی تری بازی میکنه دیگه. ببین آرژانتین تیمه، اینکه جلوی مصر مسی یه پنالتی خراب میکنه، یه گل و یه پاس گل میده، بعد بازی همه بازیکن‌ها مسی رو میندازن بالا، نشون میده که مسی اون آرژانتین یه تیمه. مسی آرژانتین آورد بالا تو این دوره یا نه؟ تیم آوردش بالا. من به نظرم تیم خیلی مهمه. تیم خیلی مهمه. مسی مهمه. چند درصد این تیم بود؟ مسی خیلی نقش بزرگی چند داره. درصد؟ حداقل 50%. رونالدو چند درصد تیمش بود؟ رونالدو اگه به حال اعتبار نگاه کنی 50%، اگه تاکتیکی نگاه کنی نسبت به بقیه بازیکن‌ها 30%. یعنی چون بقیه بازیکن‌ها قبول نمی‌کردن که رونالدو باید کل تاکتیک تیم باشه مثل مسی، این درصد میاد پایین. خب آخه اینجاست که فرق مسی و رونالدو مشخص میشه. فرق مسی و چرا 2016 رونالدو یورو بود اینو نمیگفتی؟ صرفاً گلزن خوبیه. آها، به پس نظر بهترین پاسور تاریخ لیگ قهرمانان که رونالدوه. دارم میگم بحثمون داره میاد سمت مسی و رونالدو. به نظرم بریم یه بخشو ببینیم، برمیگردیم ادامه میدیم جزئی تر روی خود مسی و رونالدو. آرژانتین و پرتغال رو این دفعه میذاریم کنار. آقا بحث رسید به نقطه خوبی با آقای مهندس امیر عابدینی. یکی از فرازهای صحبت ایشون این بود که اگر آقای عابدینی امروز رئیس فدراسیون فوتبال بودن، امیر قلعه‌نویی شانسی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی نداشت. میرسیم به اونجا که من میخوام بپرسم ازشون که در مورد آینده چی؟ آیا ایشون در واقع وجاهت با این دستاورد، وجاهت حضور توی روی نیمکت تیم ملی برای مسابقات جام ملت‌ها هم خواهند داشت یا نه؟ ولی قدم به قدم فعلا داریم در مورد جام جهانی حرف میزنیم. کلامتون تا اونجا بود که یه خورده بحثو فنیش کردیم. من سوالم آورجات دیگه، میگم که ما اگه سه عنصر اصلی در فوتبال داریم که یه فوتبالیست رو برجسته میکنه، بهش احترام میذارن، میگن خیلی خوبه، دو تا از این آیتم ها دستشه، یا توپه یا زمینه. زمان دستش نیست، زمان دست تیمه. بله، این مجموعه است. حالا یه تیم اگه نمیخواد موفق بشه باید سرعتش رو بره بالا، آورجش تغییر بکنه. اگر نه شما سرعت بازی کنه در 10 متر، دیگه امروز تو دنیا 1.2 ثانیه است، یعنی دارن تنه میزنن به قهرمانای سرعت. بله. خب داریم ما در چه سطحی هستیم؟ ما 2.6 بیان بگن که نیستیم. خب معلومه تو وقتی سرعت بازیکنت کمه، جوانگرایی نمی کنی، وقت طبیعت اون بازیکن اجازه نمیده سرعت توپشو مثل آرژانتین بکنه. اگر نه فینال اسپانیا برد به خاطر اینکه بارسایی بازی نکرد. یک کامبینیشن، یک ترکیبی از بازی بارسا و بازی آرژانتین رو گرفت، سرعت پاس و انتقال. سرعت پاسشون رو بردن بالای 35 کیلومتر در ساعت، تقریبا تنه زد به سرعت خودشون. اون وقت تونستن موفق شن، صاحب توپ بودن. وقتی صاحب توپ بود زمان دستشه، وقتی زمان دستشه زمینم میتونست بگیره. یه پاس 20 متری هم به دروازه‌بانش که میداد، اینجا داشت چیکار میکرد؟ 3 آیتم میخواست. حالا آرژانتین باید بود دنبالش. آرژانتین برنامه داشت، طراحی کرده بود که چند دقیقه آخر گلو بزنه، تمام کنه، فینیش کنه، بره. ولی اسپانیا بود جلوش. ما چه کردیم؟ ما کدوم آیتم رو دستمون گرفتیم؟
از زبون اونا میشه جوابتون رو بدم بفرمایید. که بحثو دو تا مثلا اشاره داشتن. یکی این که ما 3 بار بهترین بازیکن زمین داشتیم که 2 تاش رامین رضاییان بوده، یکیش علیرضا بیرانوند. سن بالا XG یعنی شانس گلمون مثلا تو بازی بلژیک عدد قابل توجهی بوده. بر اساس این استدلال ها و اینی که فضا و اتمسفر اونجا یه اتمسفر سنگینی بوده، میگن که ما خط قرمز کشیدیم رو جوونا، کسایی رو بردیم که بتونن اتمسفر اونجا رو هضم بکنن. نه. ای کاش آقایی می آمدن میشستن یه مناظره‌ای میذاشتن با آقای علی دایی، با آقای کریم باقری، خداداد عزیزی، میشستن حرف کارشناسی میزدن. آخه اینا رو که قبول ندارن. به جای اینکه بشینن بهشون بد بگن، میشستن از محضرشون استفاده میکردن. ببینید شما اینجا پتانسیل داری، از این پتانسیل استفاده نمیکنی. بعد میای مطالبی رو میگی، فکر میکنی که گسیخته حرف بزنی راجع به فوتبال، بگی ما 7 آلترنت داریم، 7 پلن داریم. بعد میگی مردم نمیفهمن. کسی میگه که من خیلی دوستش دارم، میگه مردم نمیفهمن. اینا آکادمیکه، دانشگاهی ها میفهمن. اون وقت کدوم سرمربی دانشگاهی ما داریم اونجا رو نیمکت؟ سرمربی اون دانشگاهی بوده. شما چطور وقتی میخواد سرمربی انتخاب کنید میگید آقا همین بچهای کوچه بازار خوبن، ما هم میگیم قبول. بعد جواب مردم رو میخواید بدید میگید آکادمیک بود. نه، من خواهشم این است شجاعت داشته باشیم. من اجتناب کنم از اینکه بیان در شرایط کارشناسی خودم قرار بدم و به چالش کشته نشم و هر کی خواست حرف بزنه در مقابل من وایساد با تهمت و افترا و بداندیشی‌های خودم به جنگش برم، به او بگم تو حق نداری صحبت کنی، تو مال این مملکت نیستی، تو خائنی و من همه کارم، و خودتو بذاری در تراز مملکت، در تراز سیاست، در تراز انقلاب و دیگران رو بذاری در ناترازی. این بدترین نوع فراره. این فراریه که تو رو دیگه مردم نخواهند. مردم وقتی میان سر عناصر رو تشخیص میدن با همین مطالبه، میان نمره میدن، میگن این آدم صادقه. من بی‌تعارف بگم پزشکیان یکی از محبوب ترین رئیس جمهورهای مملکت در طول تاریخ انقلاب. چرا؟ چون هرچی از همینه، با صداقت میاد حرفشون میزنه. یعنی لااقل خودشه. ما باور نداریم آدم هایی که خودشون هستن و نقش بازی نمی‌کنن مورد احترام مردمن. مردم بعدشون بیاد دروغ بگیم. الان عادل فردوسی پور چرا مردم دوستش دارن؟ حالا شما هر کاری میخواید باش بکنید. عادل بیاد خط بزنید، عادل برنامه‌اش کنسل کنید، عادل رو نمیدونم از اینترنتش نمیدونم محروم بکنید. عادل از شماها خیلی وطن پرست‌تره. من در جریانم کجا میخواستنش. آرزا خیلی جاها میخواستنش. قیمت نداره عادل فردوسی پور. یه دانشمند استاد دانشگاه پروفسور داره تدریس میکنه، در تراز بالا دکترا داره، مسلط به زبانهای مختلفه که انگلیسیش غالبه و کارشناس بسیار عجیبی در فوتبال و حافظه وحشتناک داره، بیان داره، چهره داره. این آدم رو میذاریم کنار، بعد میخوام جاش آدم بسازیم. هر کاری هم میکنیم آخر فتح‌الله زاده میاد با یه مثال همه چی رو خراب میکنه. علی نمیخواست خراب کنه، علی خالص همینجوری حرفشو زد. بله. ولی مردم چون منتظر این هستن که یه حرفی رو بشنون که این خراب بشه، میان به همین به عنوان طنز نگاه میکنن. من فکر میکنم که ما گناه کبیره مرتکب نشدیم، رفتیم مثل امتیاز گرفتیم، برگشتیم. آقا به اندازه که امتیاز گرفتیم پوز بدیم، این که اب نداره.
بله. چه باری آوردیم در فوتبال مملکتمون؟ چی کار کردیم؟ چهره برتر شدیم. این که من در یه بازیکن بهتر بشم، بالاخره تو اون 22 تا بازیکن بوده دیگه. شق القمر که نکردم که. تو اون 22 تا محک خوردن. بله. حالا اون تیم مقابل، همون تیم مقابل ما، چه بلژیک چه مصر، اگر 3 تا بازی بعد بود ما حریف میشدیم. اونا تو همونجا رشد کردن. ما چه کردیم؟ خدا کنه که با همین تیم ما به آسیا نریم اینجور که بوش میاد، ولی خیلی خبری و از جوانگرایی تغییرات کنیم، نه ترسیم از جوانگرایی. شما بازیکنهای والیبال آمریکا رو امروز دیدی احتمالاً. ببینید آمریکا اومده تیم دومش گذاشته جلو ما 2 گیم بردیم، گیم 3 و 4 و 5 رو باختیم. این چی رو میرسونه؟ چه اتفاقی داره تو ورزش ما میفته؟ چرا باورامون رو دست دادیم؟ آیا مربیمون اشتباه میکنه؟ کلاسش بده؟ نه، مربیمون کلاسش خوبه. ما سازماندهی فکریمون رو ریختیم به هم. امروز بهترین بازیکن ما آقا مرتضی 5 تا سرویس رو زد تو تور. او سرویس خراب میکرد. همین اتفاق داره در فوتبال میفته به خاطر کهنگی فکر، اندیشه فرسوده، اشباع شدن. من دیگه با ساک تیم ملی کیف نمیکنم. من فکر کنم تیم ملی من بده کاره. یادم رفته که من باید فدا کنم خودمون برای این تیم ملی. دیگه حالا بهتریناشون علیرضا جانبخش. من اعتقاد دارم بچه‌ها اشباع شدن. نترسیم بریم جوانگرایی کنیم، نترسیم بریم احترام بذاریم به جوانان، نترسیم بریم مربیای قوی‌تر بیاریم، کلاس فوتبالمون رو دگرگون کنیم. آقای مهندس، ذهن‌ها انگار بسته است و این حرفایی که شما از سر در واقع دلسوزی دارین بیان میکنین تعبیر به چیز دیگه ای میشه. یه دفعه یادمه ما فضای فوتبالمون مهدوی کیا رو توی برنامه 90 شکست، اشکاش که سرازیر شد. شما بعدها یه تعبیری استفاده کردید، گفتید که برنامه 90 به اشکای مهدوی کیا متبرک شد. حالا کار رسیده به اینجا که اشکای عادل فردوسی پور هم سرازیر میشه. خب آیا توی یک چنین فضایی که ما ساختیم اساساً گوشه شنوایی هستش که این دغدغه‌ها رو و این در واقع نکات رو بشنوه، یا اینکه نه اصلا اگرم باشه اصلا مدل اینجوریه که آقا ببندیم پیچو؟ خدا وکیله اگر نبود من نمیگفتم. این که فلان کس بر اساس سلیقه خودش و عدم دید مثبتش میاد بنده رو تهدید میکنه که من نمیذارم پای مملکت، پای مردم، پای این دولت. آخه تهدید عملی میشه یه جایی. بهانه میدیم به این چیزا. حالا اگه قرار باشه بها بدیم باید بریم بخوایم تو خونمون. شما مطمئن باش گوشهای شنوا و دلسوز برای شنیدن حرف حق تشنه‌اند. عادل فردوسی پور گریه نکرد برای خودش، گریه کرد برای قاموس این هنر. این خبر، این برنامه ورزشی، این گفتمان ورزشی، او دلش برای شما سوخت که اگر قرار باشه در صف آدم‌های خوب قرار بگیری میزننت. من اون صف رو دوست ندارم، نمیرم تو اون صف وایسم. من این صف رو دوست دارم، صف حقیقت، صف صداقت، صف واقعیت، نه صف وقاحت. با وقاحت میان یه آدمی رو میکوبن، بین ببرن. این آدم در هر پوزیشنی هست. شما امروز نگاه بکنید، ما بهترین سیاستمدارمون رو داریم میکوبیم، بهترین خدمتگزارا رو داریم میکوبیم. آب به آسیاب کی میریزیم؟ غیر از این هستش که ما دلبستگیمون به مملکت اجازه به هم میده ما با همگرا باشیم، همگن باشیم، هم فکر و هم اندیشه باشیم.
با هم تقابل اندیشه باید داشته باشیم. تقابل اندیشه نباشه رشد نیست. بله. باید شلاق انتقاد به تن من مسئول بخوره تا راه رستگاری رو پیدا کنم. اگر بترسیم از شلاق انتقاد، اون وقت چه اتفاقی بیفته؟ باور میکنیم داریم درست کار میکنیم، وقت به بیراه میریم. اون دوتا صفی که گفتین جالبه که بعد میگن که آقای مهدوی کیا، تو اگه از اون صف نیومدی به ما سر بزنی تو محکومی. خدا کنه که خرد همیشه حاکم باشه و برنده باشه. بی خردی وحشتناکه. مهدوی کیا به نظرتون کم لطفی کرده که نرفته؟ کم لطفی؟ مهدوی کیا در اولا تیم ملی کجا میتونست مهدوی کیا رو ببینه؟ در آمریکا. در کمپشون نمیتونست ببینه. مهدی این ور بود. بله. مهدی اصلا رفت اونجا برای چی رفت؟ برای مملکت رفت که بگه آقا ما هم داریم، ما هم بازیکنان نامی داریم. من فیفا که دارم عرض میکنم، فیفا در رابطه ما کم لطفی فراوون کرد، اما آیا فدراسیون ما کم لطفی نکرد؟ آقای دایی باید نباشه اونجا، آقای کریم باقری نباید باشه، خداداد نباید باشه، آقای حمید استیلی نباید باشه. کجا بودن این بچه ها؟ شما نگاه میکرد در دهه‌های مختلف فوتبال اومده بودن آدم ها از سراسر دنیا. ما چرا نبودیم؟ ما که حق داشتیم باشیم. این بازیکن‌ها حق داشتن باشن. شما برای آقای ایکس رفیق دیرینتون به آب و آتیش میزنید که ویزاشو بگیرید ببرید، ولی برای اینا که هیچ کدوم نیاز نداشتن که شما خواهش کنید، فقط گفتید نمیخواد. اگر گفته بودید اینا میآیند، ویزاشون که هیچی، احترامی که اونجا بهشون میذاشتن میدیدید چقدر سطح بالا بود. ما ناراحتیم آقای علی دایی قابل احترام تو دنیا. اینو بیخردی است. و نکته جالب این که در واقع گوش بازیکن تیم که به ساحت علی دایی هم توهین میکنه و علیهش پست و استوری میذاره هم پیچیده نمیشه. این شاید دردناکتره. این که ما خودمون هم حالا میگیم آقا فیفا مثلا فراموش کرد، فدراسیون زاویه داره نمیبرتشون، باشه، اما آیا خودمون نباید احترام اینا رو نگه داریم؟ به اون جوونه نباید یاد بدیم که آقا تو چون 3 تا جام جهانی رفتی دلیل بر این نیستش که مثلا حرفی از آقای علی دایی رو بگیری و اینجوری جوابشو بدی با حرفها و اتهاماتی که اصلا بیرون از حوزه فوتبال. من چیزی بگم که بذارید هیچ جا نگفتم اینو و دلم هم نمیخواست بگم، ولی الان احساس میکنم که باید از این فرصت استفاده کنم این مسئله بگم. بازیکن بزرگی در تیم ملی برای 5 میلیون تومان گیره. وقت آقایون منت میذارن سر ما، میگن ما ایثار کردیم، ریال گرفتیم، پاداش گرفتیم. خیلی آب داره سر بالا میره. ما جای دیگر رو بحث نمی کنیم. من فوتبال رو دارم بحث میکنم. من میگم خانواده بزرگ فوتبال داره مظلوم واقع میشه. یه عده اومدن احساس مالکیت توش میکنن، یه عده احساس میکنن که هرچی اونا میگن درسته، به چالش کارشناسی نمیگیرن، اجازه نمیدن به وجود بیاد، در صورت که تو این چالش هستش که حرفا زدی میشه و مسئله حل میشه. محمد دادکان اجازه بدید بیاد حرفشو بزنه، فریاد شیران بیاد حرفشو بزنه، مایلی کوهن حرفشو بزنه. تندن ولی از دل سوزیه، درد دارن. یه مطلبی دیدم فونریزاده گذاشته، احساس کردم که بچه ها دارن حرفایی رو میزنن که سالها تو قلبشون مونده بود. چی بوده دقیقا؟ من ندیدم. آقای فونریزاده اومد راجع به همین قضایی که من دارم حرف میزنم یه مطالبی گفت، دیدم خیلی دلسوزانه است. حالا او با سبک خودش میگه، اون با سیاق خودش میگه. من اتفاقا سواد اجتماعی بچه ها رو خیلی بالا میدونم، خیلی بالا میدونم، چون تو مردم قوطه خوردن، با مردم زندگی کردن.
خوب درک میکنن جامعه رو. با طره کردن نون سنگک و تافتون و پنیر لاش گذاشتن رفتن سر تمرین و اصلا نمیدونستن پول چیه، رقم عدد نمیشناسن، ولی قلب مردم رو دوست دارن، روح مردم رو دوست دارن، سر تعظیم میارن پایین. چرا؟ چون مردم اینا رو بزرگ کردن، دوستشون دارن. شاید این بزرگی و پول دوست داشتنی یه جایی هم انگار باعث نگرانی و اتفاقاتی از این دست شده. مشخصا من میخوام در مورد علی دایی باهاتون صحبت بکنم. شما کامل روش اشراف دارین از منظر شخصیتی. آیا آدمیه که با رانتخاری سرمربی تیم ملی شده و آیا خیلی حرف بی ربطیه؟ ببینید میگن که خیلی جالبه، آقای رئیس جمهور دستور داد ایشون بشه سرمربی، بعد همون آقای رئیس جمهور رو تو رختکن راه ندادن. اصلا در تناقضه. اصلا من نمیفهمم. حداقل برای این محبت و عنایتی که داشتن دوستان طبیعی بود که چه بکنن؟ بگن آقا خوش اومدی، برن دم در استقبال کنن. ببینید اینا من نمیدونم چی اسمشو بذارم، خیلی بده، خیلی بده، صداقت نیست واقعا. علی دایی بازیکنی بود که حالبش پاره شد در هیروشیما. بله. به خدا خونریزی داشت، بازیکنان اون زمان شهادت میدن. آقای دکتر خرم پزشک تیم بود، شهادت میده که چه اتفاقی واسه این مرد افتاد. و وقتی من رفتم وسط زمین، من رئیس فدراسیون بودم دیگه، نتونستم خودم رو کنترل کنم. اون تکلی که زدن تو سینه ایشون، رفتم بالا سرش گفتم علی بذار عوضت کنم، بذار عوض کنم. یعنی با همون شرایط هم باز میخواست ادامه بده؟ ادامه داد. باز خاطر این خونریزی وحشتناک کرد بعد اینکه خوابید رو زمین و اجازه نمیداد این بازیکن، این مرد واقعا اجازه نمیداد عمل جراحی کنن. میگو بازی‌ها رو دست میدم، اینا بخوان عمل کنن مورفین میزنن، مورفین دوپینگه. که من سرش داد کشیدم، گفتم بذار دکترها کار خودشونو بکنم. و بیش از 30 وقیه خورش اینجا. غلامپور میتونه شهادت بده. من نمیدونم واقعا اینا چی میگن راجع به این آدما. اینا بزرگان ورزش کشور هستن. اینا غیرت و مردونگی دیکته کردن تو زمین. شما امروز حسن یزدانی رو نبین یا 2 سال دیگه نبین، این انصافه؟ آقای خادم رو نبینیم، این انصافه؟ نه، این بی انصافیه. آقا بچه همون رو دوست داشته باشیم. وقتی میگیم بچه همون یعنی همه جور بودن دیگه، ممکنه اشتباه هم بکنه. این که پیش نماز نبوده که، این فوتبالیست بوده، اون کشتیگیر بوده. اشتباه میکنن، خب بکنن. بعد این آدما محکوم هم هستن که سکوت کردن، کنار مردم نبودن، یا مثلا چه میدونم، این حتما شما هم این چیزها رو دیدین، یا مثلا در مورد رسول خادم که اصلا یک نقش متفاوتی تو جامعه برای خودش گرفته. مثلا اسمشو میبرم دوست دارم باشم بیستم. کسی که در واقع از سر تا پای این آدمه دغدغه مردم میریزه، از کارهایی که شروع کرده انجام میده، نمیدونم میره تا ناکجا آبادهای این مملکت و فقر رو نشونمون میده، تا اونجایی هم که از دستش برمیاد کمک میکنه. اما محکومن این آدما و ازشون گله میشه. ما مطالبی رو داریم در دینمون، میگیم تظاهر به کار خوب خوبه، کار بد نکن، تظاهر به کار بد نکن. چرا میگیم خوبه؟ برای اینکه شما ایده میدی، بیرق کار خوبه از هر کسی بدی خوبه. من دیدم که میگن که ایشون چرا هر جای کار خوبی میکنه دوربین هست. به ندرت دوربین هست.
صدها کار مثبت داره انجام میده، یکیشو دوربین میبینه، دوتاشو میبینه. بی انصافا نسبت به آدما خوب فکر کنی. اگه یکی به من بگه که فلانی برای فوتبال این مملکت زحمت کشته یا نکشته، میگم 100% زحمت کشته، اما منظور بضاعتش این جایگاه نیست. اون جایی اشتباه میکنن دوستان که هر جایگاهی رو بهشون تعارف میکنن میگن ما هستیم، خودشون رو کنترل نمیکنن. وقت جامعه عصبانی میشه، میگه آقا تو شأن این جایگاه رو آوردی پایین. ولی علی جایی در هر جایگاهی در فوتبال بوده شأن اونجا رو حفظ کرده و شأنیت بخشیده. مهدی همینطوره، کریم همینطوره، پاشازاده اینطوریه. شما تو کاپیتان‌های استقلال مثلا میتونی بگی من جواد زرینچر نمیبینم؟ شما تو فوتبال ایران میتونی بگی من مجید نامجو رو نمیبینم؟ امکان ندارم. محسن آشوری رو نمیبینم؟ خب اگر نه اینها اومدن انتقادی کردن دشمنن؟ نه، اینا فریختگان فوتبالن. 10 آکادمی عرض کردم داره شکست میخوره برای اینکه تغذیهشون نمیکنیم، برای اینکه بهشون نمیرسیم، برای اینکه شرایط بحرانیه. خب آقای فدراسیون فوتبال اینجا رو باید برسی، نه اینکه شما با فلان کس یه قرارداد داری در فلان جا و بنده میدونم چه اتفاقی در اونجا میفته، وقت اون آدم کارشناس میشه میاد در یه برنامه شما تعریف میکنه. عجب. شما بیاد از آدم هایی که کار بلدن، حرف برای گفتن دارن استفاده کنید، ببینیم چه جوریه. یه میز گرد بذارید، یه مجری قوی بذارید، به اندازه کافی به همه وقت بده، حرفا زده بشه، بذارید بریزه بیرون، دردها مشخص شه. فنی تخصصی حرف بزنیم، مدیریتی حرف بزنیم، سازماندهی حرف بزنیم، تدارکاتی حرف بزنیم، بگیم کجاییه کاریم. یه روز آقای هاشمی طبا تیم ملی میخواد بره استرالیا، 70 تا مدیرا رو دعوت میکنه. بندم توفیق داشتم در اون جلسه بودم. در اونجا میگه داریم میریم با استرالیا بازی کنیم. هر چیزی رو که فکر میکنید ما باید بدونیم بگید. مربی‌ها بودن، مدیرا بودن، کارشناسا بودن و چکیده اون حرفا این شد که آقای فائقی برگشت گفت ما در اونجا نمیبازیم. وقتی این اندیشه پشت سر ماست و رفتیم به جام جهانی. آقایون برید ببینید چه جوری رفتیم جام جهانی. ای کاش که این در واقع طرز فکر و اندیشه ها بیاد کنار تیم ملی که امید میلیون ها نفره، اما خروجی و تصویری که ارائه میده فاصله داره با سلیقه جامعه فوتبال. بحثمون گل انداخته، یه آیتم ویژه ببینید و این بحث رو ادامه میدیم. با آقای مهندس امیر عابدینی پارت آخر گفتگومون رو تماشا میکنین. میخوایم یه هم سراغ بازم موضوع تیم ملی رو ادامهش میدیم، یه گریزی هم به پرسپولیس میزنیم به واسطه سابقه‌ای که هممون از ایشون میشناسیم. آقای مهندس، شما برای انتخابات فدراسیون فوتبال در واقع کاندیدا بودید و حالا هممون شرح ماجرا رو میدونم. میخوام بگم اگه امروز شما رأی آورده بودین و رئیس فدراسیون فوتبال بودید، آنچه که در واقع تصمیم شما بود در مورد مشخصاً تیم ملی و بازه زمانی کوتاه چند ماهی که تا جام ملت‌ها داریم، ما هممون میدونیم که یه بخشی از جامعه سرخورده است از این نتایجی که به دست اومد و کلاً نسبت به این تیم ملی هم یک اتمسفر متفاوتی وجود داره. چه می‌کردید برای اینکه این آشتی ملیه در واقع برای تیم ملی اتفاق بیفته و آیا شما که با صراحت گفتید که آقای قلعه‌نویی رو اگر بودید سرمربی تیم ملی انتخاب نمی‌کردید توی جام جهانی، در مورد آینده چه تصمیمی می‌گرفتید؟ ببینید منصفانه اگر بخوام نگاه بکنیم، امروز بنده به هیئت‌های فوتبال احترام می‌ذارم. هیئت‌های استانیمون خوبه. حالا بنده رو دوست ندارم، خب حقشونه، میتونن نداشته باشن.
باید باور کنیم. توی از سازمان لیگ ما آدم‌های پیشکسوت و بزرگی رو داریم، الان دارن کار میکنن، ارکان رو دارم عرض میکنم. بله. توی اتاق‌های مختلف فدراسیون فوتبال که شما میری آدم‌های بسیار زیادی هستن که باید بهشون احترام گذاشت. سالها بدون ادعا کار کردن، زحمت کشیدن و توقعی هم نداشتن، نه نامی دارن نه نانی، اما برای فوتبال زحمت میکشن. یه عده هستن که هم نامو میخوان هم نانو میخوان و بضاعتشو نداره. گیرمون اینه، ما از شفافیت میترسیم چراغ‌ها روشن شه، بلد نیستیم آرایش و ویرایشمون یه جوری باشه که مردم پسند باشه. اون وقت کسایی که میان چراغ روشن میکنن و مسیر رو نشون میدن و نارسایی ها به رخ کشته میشه، اینها مورد تهمت و افترا و اینها قرار میگیرن. اگه یه نفر اومد با صداقت گفتش که من امیر قلنویی مثل بچه‌م میمونه، دوستش دارم، اما برای این تیم ملی جایز نمیدونستم و بضاعت مملکت ما و کشور ما این هست که بهترین مربی‌ها رو بیاریم و قائل به نتیجه برای یه دوره کوتاه هم نباشیم. اشتباهی که در رابطه اویچ کردیم نباید بکنیم. اون وقت ما 4 سال دیگه یه آرامشی داریم. برنامه‌ریزی یعنی من از حالا به فکر جام جهانی بعدی باشم. شاید رئیس فدراسیون جوابش این باشه که آقا الان شرایط جنگی و موقعیت این مملکت مربی خارجی مثلا دونه دورش نمیاد اینجا. نه، این پولایی که گرفتیم 5 تا مربیم شد بیاریم. اول فکر جیب خودمونی. اسمش فرقی نمیکنه، اسمش رو پاداش، اسمش رو در حقمه، منت هم بذار، ایثار هم مگاری میکنی. ولی واقعا اینه با کدوم ملاک و میزان و معیار فلان فرمانده جنگ در 8 سال دفاع مقدس میگیم تو چرا 200 تومن حقوق میگیری؟ 200 میلیون تومن حقوق میگیری؟ ایثارگر یعنی چی؟ کسی که لااقل چندین بار داشته شهید میشده، تو جبهه بوده، تو جنگ بوده، فرماندهی کرده، مدیریت کرده، امروز یه اشتباهشو بر نمیتابی. از خودش نه، از خانوادهش. یکی اشتباه کنه حمله میکنیم بهش. اون وقت در یه جای دیگه اشتباه که چه عرض کنم، نارسایی که چه عرض کنم، فاجعه، عدم مدیریت چجوری تعریف کنم. بعد پاداش میدیم، پاداش‌های وحشتناک کلان، زیر ساخت با اون پول و اون درآمد نمیسازیم، اما پاداش میدیم و به اون آدم‌ها اجازه دادیم که منت بذارن. اینجا ایراد داره. بگذریم از این که چه کردیم، ببینیم چه میخوایم بکنیم. تو این چه میخوایم بکنیم میخوام نسخه شما رو شفاف پیش بدونم. رو اون چیه؟ جام ملت ها. شعار عمومی میشه داد، بگیم جوانگرایی. بله. من میگم شایسته سالاری رو حاکم کنید در ابعاد مختلف. یه بازیکن باید شایسته باشه. اگر یه بازیکنی داری شایسته هست، سنش هم بالا، اب نداره، ولی نبریم اونجا رو نیمکت بشونیم، در صورتی که جوون رو میتونستیم بذاریم اونجا تجربه کسب کنه. شایسته اونه که میره تو زمین و میتواند لااقل از اون 90 دقیقه 70 دقیقه شو در خدمت تیم باشه، در خدمت برنامه‌های سرمربی باشه و هدایت عمومی فوتبال رو لوث نکنه. در غیر این صورت اون شایسته نیست. اما یه جوانی که اومده رو نیمکت نشسته و 5 دقیقه رفته تو زمین و بعد در اون 5 دقیقه نشون داده چه پتانسیلیه، اون شایسته است. شایسته است که میتواند در آینده برای ما
تاریخ رقم بزنه. باید یه مقدار دلسوزانه تر نگاه بکنیم. بدون برنامه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. برنامه معنا و مفهوم داره. من برنامه رو می نویسم که مورد نقد قرار بگیره. برنامه اگه منتج به کارنامه نشه بی خود نوشتم. برنامه رو می نویسم که از توش کارنامه در بیاد. مردم به برنامه من نمره نمیدن، مردم به کارنامه من. کارنامه آیتم های مختلف میخواد، سازماندهی میخواد، نیروی انسانی فعال میخواد، بودجه میخواد، هدایت کلی میخواد و همه اینا چاشنی دلسوزی باید همراهش باشه. نمکشون دلسوزیه، اون عشقه. حالا این عشق میگی به ملت، من میگم به این مملکت، به این ملت، به این پیشکسوت و آدمای دلسوخته‌ای که میان تو استادیوم ها، به اونها باید احترام بذاریم و به بازیکنانی که با آرزو دارن تو نوجوانی و جوانی کار میکنن که یه روزی بشون فلان بازیکن بزرگ. ما تو ابعاد مختلف باید الگو بشیم. اگه به بازیکن، اگه به بچه، اگه به اون کسی که داره منو الگو خوش قرار میده تفهیم کنم که دروغ گفتن مباحه و بگم تو میتونی بزرگترین دروغا رو بگی پشت این پرده، پشت این که من در تیم ملی ام. وقت اون بازیکن چی میشه؟ اون آینده اون بچه چه اتفاق برش میفته؟ خب من چرا دروغ دارم میگم؟ چرا بگم؟ چرا مباح میدونم دروغ رو؟ و منت گذاشتن سر مردم خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. ما اجازه بدیم زبان انتقاد باشه، اجازه بدیم دلسوختگان و فریختگان کار کنن، تلاش بکنن، بدون و برای مردم برنامه ها رو به اجرا بذارن. مشخصا این نسل شما شایسته این میدونی که جام ملت ها هم بهشون فرصت داده بشه یا نه؟ یه بار دیگه تکرار کنم، این نسل امروز رو بله شایسته میدونید که در واقع فرصت جام ملت ها رو هم بهشون بدین یا اینکه نه یعنی اینجا دیگه باید تیم ملی بله یعنی اینجا باید یه الکی اتفاق بیفته؟ ببینید این تیم ملی من اول عرایزم گفتم اشباع شده. همونطور که خود آقای تاج اشباع شده. و آقای قلعه‌نویی چی؟ و این فدراسیون الان فدراسیون فرسوده‌ای شده. آدم‌های شاداب توش فراوونه ولی کناره، در گوشه کنار، در پیچ و خم این اتاق‌ها محصورن و بعد اونها بیان حرف بزنن، کار بکنن. شما به هم میگی بضاعت فدراسیون فوتبال الان در بسترش، تجربه هست میگم بله، میگید علم هست میگم بله، استفاده میشه میگم نه خیر. حالا در بستر عمومی فوتبال که از توش بازیکن میجوشه میاد بالا نیست، هست. من اون روزی که به زاره در ملوان احترام بذارم دارم به فوتبال احترام میذارم، به نویکیا احترام بذارم دارم به فوتبال احترام میذارم. بله. بچه هایی هستن در این گوشه کنار فوتبال کشور که سرمایه‌ان، چقدر ازشون خواستیم بیان حرفشون رو بزنن، از حرفاشون استفاده بکنیم، نکردیم. مهندس آخه اونایی هم که زدن هم محکوم شدن. اب نداره، ما حرفمون رو میزنیم بذارید محکوم کنم. بچه ها نترسن، بیان حرفشون رو بزنن، بیان حرفای دلسوزانشون رو بزنن، حرفای کارشناسیشون رو بزنن، ایرادا رو بگیرن. اگه دست رو دست بذاریم و بترسیم و وحشت کنیم که نباید بکنیم، به خدا بدونید که این 4 تا آجر این مملکت هم سرمون خراب میشه. آقای بیرانوند معتقد بود که باید مجسمه امیر قلعه‌نویی ساخته بشه. این مجسمه ساخته بشه شما تو دفترتون استفاده میکنید؟ ببینید من میتونم خیلی آدم ها رو دوست داشته باشم، ندونم باز چی باید مجسمه شو بسازم. علاقمه. حالا یه جای من نمیگم اصلا داد و ستد مالی وجود داره، من میگم داد و ستد عاطفی. ولی شما فکر بکنید مثلا تو اسطوره ها، بزرگا
ما غیر از سیروس قایقران که یه اسطوره بود کجا دیگه مجسمه داریم؟ اونم مردم انزلی به عشقی که به سیروس داشتن، حالا ملت ایران دوستش داشتن، رفتن یه مجسمه رو ساختن. واقعا یه حرفایی رو میزنیم که نباید بزنیم. اگه قرار اسطوره سازی بکنیم که عیبم نداره، ببینیم کیا اسطوره بودن، مجسمه کیا رو باید بسازیم. اسطوره معنا و مفهوم داره. اتفاقا میخوام از زبون شما بشنوم، اگه بخواین 2-3 نفر رو مشخصا اسم ببرین و این ویژگی‌هاشون رو تیتری به ما بگین. ببینید اجازه بدید طوری من حرف نزنم که متاسفانه این طوریه شده که بعضیا برداشت میکنن من حساسیت دارم راجع به آدما. من آیتم به آیتم نمره میدم. میگم یه آدمی که در دوران دانشجوییش بهترین بازیکن زمین ما بود و جالب این هست که یکی از سخت‌ترین دانشگاه‌ها، مثلا دانشگاه شریف، مگه هر کسی میتونه بره دانشگاه شریف؟ بری تحصیل کنی، درس بخونی، فوتبالیست بشی، ملی بشی، بدرخشی، آسیا، بعد بزنی از آسیا فراتر، جهانی بشی. این رو نبینیم. بعد فلان بازیکنی که مثلا من نمیدونم، ما مثل ناصرخان اجازی میتونیم الان بیایم رقم بزنیم دروازه‌بان، مثل احمد عابدزاده میتونیم، یه دوره قبل از ناصرخان ما میتونیم مثل عزیز اصلی پیدا کنیم، مثل طاووسی پیدا کنیم. خب عوضش اینا هم میگن که من 4 تا جام جهانی رفتم، تو مقطع دکترا هم که دارن تحصیل میکنن. بله دکترا که حالا مثل پشیمون شدن و گفتنش، حالا بگذریم از اون. در یه برنامه تلویزیونی داریم که سعی میکنن که جای آقای عادل بشینن. در اون برنامه به خیلی ها مدال میدن، حالا بدن ابرا داره، ولی ای کاش گرفته بودن، ای کاش داشتن، ای کاش اون دانشگاه تکلیف نمیکرد. من اولش خوشحال شدم. بعد که در برنامه دیگری من دیدم که اقوام رو نمیشناسن، یعنی نمیدونن که فامیل پدری کیه، مثلا بچه برادر میشود چی. در این سطح سوالا بود. خب وقت این آدم دکترا داره، شما این رو بذارید کناره، هم یه چیزای اشکال داره دیگه. من واقعیت مطلب این هستش که میخوام بگم که اگه اسطوره در فوتبال ایران داریم، ما حمید شیرزادگان، اونایی که میدونن فوتبال ایران رو، تاریخ فوتبال ایران رو رقم زدن، آقای قلیچخانی رو میشه ندید. احتمالاً این اسمایی که شما میبرین صرفاً کارنامه و عملکرد فنی هم نیست، یعنی اینا از نظر شخصیتی و کاریزماتیک در واقع برجستن. آقای قلیچخانی در موقعی که کاپیتان بود تیم رو هدایت میکرد. در 3 پست آقای حمید درخشان شاهد این موضوع است. ایشون دفاع وسط میزد، هافبک میزد، سانت فوروارد هم میزد. در هر کدوم از این پست‌ها بهترین بود. همین آقای جلال طالبی برن ببینن چه بوده. در دوره که پرسپولیس در مانع بنده به این ور، اینا یه تاریخ فوتبال بدونیم که ما بعد 20 سال به جام جهانی رفتیم. اگر این تاریخ رو بخوام، این دوره رو بخوام ببینیم، من فکر میکنم علی دایی. اگه 11 نفر بخوام اسم ببرم، اون 11 نفره. کریم باقری من نمیتونم نبینم. من خداداد عزیزی رو نمیتونم نبینم. از نظر فوتبال میگم. رضا شارودی. حالا که دارین اسم میبرین، این اصلا یه چالش بود تو برنامه ما. من میخوام شما تیم رویاییتون رو از دروازه‌بان تا جلوی زمین شروع کنیم به چیدن. از چه زمانی؟ از تاریخ فوتبال ایران. دیگه شما هم خودتون بازی کردین، هم مدیرشون بودین، هم در واقع خیلی کار سختیه. دیگه اگه سخت نبود اسمشو چالش نمیذاشتیم دیگه مهندس. میریم 15 تا بازیکن میگیم. حالا اینجوری بگیم. آره. آقا شما بهترین تیم تاریخو دارین. اول و آخرش بعد 11 تا تو زمین بفرستین دیگه. بنده وقتی میگم که جلال طالبی، من خیلی سختمه بگم که علی دایی اول نیست. خیلی سختمه.
بله. ولی آقا جلال هم یه اسطوره بود واقعا، با اون قد و قواره، تکنیک بالا، ضربه زدن عالی تو اون زمین های ناهموار، بله. دریبلینگ بی‌نظیر. یا وقتی بحث دفاعی چپ میکنیم، مهندس از گلر شروع بکنیم. بله، احمد رضا عابدزاده، ناصر حجازی، علیرضا بیرانوند. حالا شما قبل تریاش هم که در واقع میشناسه، انتخابتون کیه؟ من ناصر خانو میذاشتم دروازه، رو نیمکت. احمد میذاشتم رو نیمکت. بابا دکتر 4 تا جام جهانی رفته. کی؟ آقای دکتر. اگه من میپرسی دیگه نظر خودتو نگو. خیلی خوب، هیچ حرفی نیستش. خب دفاعی وسط باید به تاریخ نگاه بکنیم. من فکر میکنم که مهراب شارخی، بله. قلیچخانی. تو قلیچخانی برای دفاع وسط انتخاب بله. تو تاج دفاع وسط بازی میکرد، بی‌نظیر. و اگر نبخوام منصفانه نگاه بکنیم، من نمیتونم محمد پنجلی رو نبینم، من نمیتونم پاشازاده رو نبینم. سید جلال حسینی چطور؟ در یه لول پایین تر. سید جلال یه اسطوره بود برای پرسپولیس، اما این شأنی که الان داریم صحبت میکنیم یه قرنه. بله. یعنی واقعا 50-60 ساله. خب این شد 2 تا دفاع وسط. بیایم دفاع راست بخوام نگاه کنیم. من اگه بازم بخوام بگیم، دوستان گل من نشید از من واقعا دارم تو حافظم میگردم پیدا. من ابراهیم آشتیانی رو نمیتونم نمره اول بهش ندم و جواد زرنیچه. بله. اینها خیلی خوب بودن، خیلی. انتخاب اصلی کدوم میشه؟ من مرحوم آشتیانی. دفاع چپ شاید باورتون نشه، معینی مسعود خیلی خوب بود زمان رایکوف، خیلی خوب بود. اما من توقع مجتبی محرمی رو ازتون داشتم. اما مجتبی رو اونجا نمیبینم. جلوتر میبینید مجتبی رو اونجا نمیبینم. من فکر میکنم که اگر نبخوایم که خیلی سخت واقعا منصف باشی اینجا، یعنی آدم اشتباه میکنه. من عذر میخوام از بچه‌ها که اگر اشتباه دارم میگم. من نمیتونم رضا شاهرودی رو بهش نمره ندم، ضمن اینکه ورمزیارم میبینم. انتخاباتون این 2 نفره. بیام 4-4-2 فکر بکنین. 4-4-2. خب مرداد میناوند وینگ چپ. 2 تای وسط مجتبی محرمی. شماره 6تون باقی میمونه. خیلی خوب بود. اگه باز بخوام منصفانه فکر بکنیم، کریم باقری 6 و سیروس قایقران. گرچه سیروس رو دارم از پستش دور میکنم، ولی این 4 تا هافبک با کلاس بالا. سیروس قایقران رفت سمت راست، درسته؟ سیروس یا اینکه میگین بین اون و آره جبرانه. علی دایی جاش اونجا غیر قابل در واقع تغییر. ببین مثلا شما الان مهدوی کیا رو نمیتونی ببینی اونجا، چی کارش کنم؟ مهدوی کیا اون بیرون نمیشه دید. مهدوی کیا خیلی خوب بود، اما شما نمیتونی اینا رو بگی نه. مثلا آقای مهدوی کیا و آقا مجتبی چی میگفت؟ استاد مجتبی واقعا بی‌نظیر بود. مجتبی پستای مختلف کار می‌کرد، ولی مهدوی کیا کلاس فوتبالش اروپا پسندم شد، رفت اروپا. حالا اگه بگم رزرو برای اینا بذاری، بالاخره اینا هست. کنار فقط علی دایی موند. فرشاد برای من یه بازیکن عجیب بود، اما اگه من بخوام به تاریخ فوتبال نگاه بکنم، میگم همایون وحدتی، حمید شیرزادگان، این 2 تا در یه دونه آدمی مثل علی دایی که در هر 2 پست میتونست بازی بکنه، اینا و جلال طالبی، این 4 نفر اون جلو
همه کار می‌کنن. یکی از چالش‌های اصلی فوتبال ایران تو سالهای اخیر، علی پروین رو ندیدم. علی پروین هم که ندیدید. آخه چی کار کنم؟ جالب شد علی پروین. علی پروین رو ببینم، علی جباری رو باید ببینم. راستی اونم سلطان آبی هاست. ولی اینا سلاطین فوتبال ایران بودن. ولی به هر حال شما 11 تا مخالف. بله. این که بهترین نسل فوتبال ایران کی بوده؟ خود این نسل این ماجرا رو راه انداختن که ما بهترین نسل فوتبال ایران بودیم. انتخاب شما چیه؟ اینا بازی قاسمپور ندیدن. اینا بازی نظری ندیدن. اینا بازی حسن روشن ندیدن. اون تیم ملی رو برن ببینن بازیاشو. ببینن اون تیم ملی علی پروین چی کاره است. بله. ناصرخان حجازی تو دروازه چیه؟ تیمی که با 1.5 سهمیه آسیایی تو جام جهانی صعود کرد، درسته؟ و تو جام جهانی چه بازی‌ها کرد؟ وقت من بیام بگم که من بهترینم. بابا تیمی که در سال 90 ما تو آسیا اول شدیم رو برم ببینم. مگه حمید شیرزاده میگم حمید درخشان میشه ندید در اون بازی‌ها؟ یا مجتبی یا سیروس قایقران، محمد پنجلی رو ببینید. ما نگیم ما نسل طلایی هستیم. من لااقل 5 نسل فوتبالیست میتونم بفرستم رنج بکنم که از این نسل خیلی بهتره. این رو داریم از کسی میشنویم که در واقع بند وجودش توی این سالها با فوتبال گره خورده. هم خودش توی زمین فوتبال بازی کرده، هم بزرگترین باشگاه‌های این کشور رو مدیریت کرده، هم بر مسند ریاست فدراسیون فوتبال نشسته. در نتیجه شاید اگه قبول بفرمایین یک قاضی جامعه و شرایط در واقع. من اجازه بده یه عذرخواهی از بچه‌هایی که واقعا نمیتونم الان من 11 تا ولی من عبداللهی رو نباید ببینم، من منصور خان پوریادعی رو نباید ببینم. خب من نمیشه دید دیگه گذاشتیمشون تو یه چالشی بخواد معذرت خواهی کنین مهندس باید یه 200 نفر معذرت خواهی کنین. دانایی فر رو نباید ببینم. واقعا اینا اسطوره بودن. ببینید من یه دوره تیم ملی انتخاب شدم با تیم ملی رایکوف که خیلی سخت انتخاب میکرد. من جزو 20 تا انتخاب شدم، رفتم شوروی. اونجا وقتی آقا مهراب شارخی جاشو داد به آقای ابراهیم آشتیانی و یکی از بزرگا، حالا اسمشو نبرم، جاشو داد به من، ما دوتا رفتیم تو زمین، بازی برگشت. رایکوف برگشت گفتش که تو بعد بازی تو اتاق هتل بچه چندم خانواده ای؟ من تازه متوجه شدم که اینا مهمه. اون روش نشد به من بگیز چند نفر خانوادت، گفت تو بچه چندمی که همه چی رو در بیاره. بله. آیا من غذا درست میخورم؟ جای خواب درست دارم؟ رضا به جان شریفت خدا شاهده، ما فوتبالیست های ملی 6 ماه چای شیرین میخوردیم با نون. عجب. بچه کارگر بودیم، درآمد نبود، درس میخوندیم، فوتبال میکردیم و گاهی موقع حسن آقای روشن زنده است الحمدلله، میتونه شهادت بده. ما کیلومترها به خاطر اینکه 2000 پول اتوبوس ندیم پیاده میرفتیم. من اون نسل رو دیدم که توش مهراب بوده، مصطفی عرب بوده، قلیچخانی بوده، کاشانی بوده. بعد اونا هیچ موقع ادعا نکردن، هیچ موقع نگفتن ما از کوزه کنانی بهتریم، هیچ موقع نگفتن ما از برومند بهتریم، از جدی کار بهتریم. شما با یکی از بزرگترین ترانسفرهای فوتبال ایران با بردن مهدوی کیا به فوتبال اروپا، این مطرح بود که تا 2 سال هزینه پرسپولیس از قبل اون ترانسفر اتفاق افتاد. حالا بد نیست یه جزئیاتشو بگیم، بعد بگیم که آیا شما میشه گفت که آقا شما هم یه درآمدزایی کردین که سهمی برای خودتون که ور نداشتین؟ چی منم تا حالا واقعا نه از مهدی مهدوی کیا نه از شما چیزی شنیدم که منت اون پولی که اومد و
هزینه پرسپولیس شد و گذاشته باشین؟ ببینید آقای مهدی مهدوی کیا جوان بود، بچه های دیگه که ترانسفر شدن از آقای دایی و آقای کریم باقری که 2 تا ترانسفر اول من بود خب جمع‌تر بود. ما ترانسفر بعدیمون آقای مهدوی کیا بود، آقای میناوند و بعد آقای شاهرودی بود، رضا ترابیان بود. اینا پشت سر هم بله. ترانسفر می شدن. مهدوی کیا رو من ریسک کردم، کار بسیار سنگینی بود. من مهدی مهدوی کیا رو قرارداد نبستم، قرضی دادم به بخوم. چرا؟ چون مهدی مهدوی کیا باید تو مارکت دیده میشد. تازه اون موقع قیمتش در میاد. من 6 ماه اجازه دادم که اونجا بازی کنه. باشگاه پرسپولیس مالک خدمات آقا مهدی بود، خدمات فنی آقا مهدی مالکش اینجا باشگاه. خب آقا مهدی رفت بخوم، درخشید. وقتی درخشید بازار پیدا کرد، هامبورگ اومد سراغش. وقتی هامبورگ اومد سراغش من با 100,000 مارک داده بودم به بخوم. 100,000 مارک هم هزینه آقا مهدی تو این 5-6 ماه، یعنی اصلا پول نگرفتیم که بتونه برش کردیم. و قرار اون این بود اگه سال بعد میخوان، بخوم میخواد، شرطش این باشه که تو بوندسلیگا 1 باشه. سقوط کرده بود، دست من باز بود که دیگه آقا مهدی رو ترانسفر کنم. هامبورگ اومد سراغش. من نیومدم بگم 6 میلیون قرارداد بسته نشه، گفتم هر 2 سال 2 میلیون، چون من میتونستم کفش ما 4 تا 2 تا میگیریم، یعنی 8 میلیون مارک برای آقا مهدی ما گرفتیم. یه معادلی بگی نسل امروز متوجه بشن که این عدد تقریبا چقدر میشه الان. اون موقع هر مارک تقریبا 50، حالا بر دقیقا یادم هست، هر 2 مارک $1 بود. خب پس میشد 4 میلیون دلار. این تدریجی میامد تو باشگاه و موقعی که من از باشگاه رفتم این اومد، پرداخت آخریه اومد. یا در رابطه با آقای کریم باقری، آقای دکتر لام مالی بیلفرد، بله. من موقعی که خواست پول بهم بده گفتم که چکاش پیش خودت باشه. گفت چرا؟ گفتم من باید بیام اینجا نقد کنم، من چک تو رو تو ایران که نمیتونم نقد کنم، من میام به بچه ها سر میزنم یه چک میگیرم ازت و این پول میامد. یه روزی آقای مهندس محلوجی که رئیس مجمع بود به من گفتش که تو چی میگیری از این ترانسفرها؟ گفتم هیچ. گفتش که مترجم داری؟ گفتم نه، من انگلیسی مترجم نمیخوام ولی آلمانی مترجم اونجایی که رفیقام میاد ترجمه میکنه. پول مترجم هم نمیدادیم. یه دکتری بود برای ما کار میکرد، تو پرسپولیس هم کار میکرد، تیم ملی هم یه دوره‌ای بود. این یه پورسانت بسیار کمی هم بهش میدادم چون خیلی زحمت میکشید، هندل میکرد، رفت و آمد و وارد. بقیهش میاد تو باشگاه. سهم بازیکن معمولا 50% بود. 50% ما رو باشگاه، در صورتی که قرار فوتبالی نیست، همش مال باشگاه است. بازیکن قرارداد خودشو داره. بله. ولی این درآمدها 3,100,000 از آقای دایی، 1,600,000 از آقای کریم باقری، آقای میناوند خدا رحمتش کنه، مهرداد، هیچ موقع من باور نمیکنم مهرداد و علی آقا انصاریان نیستن، هیچ موقع. خیلی سختمه، خیلی کسا سخته آدم باور کنه که نیستن. بله. ولی اینا من باشون زندگی کردم. از اون ترانسفرها و اون الگو الان رسیدیم به اینجا که بازیکن با $1 میلیون $2 میلیون میاد، استفاده هم نمیشه و ای کاش بازیکن با کلاس می‌بودیم. ای کاش بازیکن. آره ببینید شما دنیل اولوروم باید یادتون باشه. بله یادمه. دنیل اولوروم باید پاتارگات بازی میکرد.
یه مدت هم مشهد بازی میکرد. بله، بعد رفت فولاد، بعد رفت مشهد، ابو مسلم. ببین یه بازیکن تمام عیار بود. من چقدر به این بازیکن داده باشم خوبه. من ماهی 2000 تا بهش میدادم، یعنی 24,000 دلار در سالمون میگرفت. خب بازیکن‌های آفریقایی بسیار خوب اما ارزان وجود داشت. الان هم آقایون برن سراغ شرق اروپا ببینن بازیکن‌ها چقدر ارزون و چقدر خوبن. با همین الگوتون اسکوچیچ چند تا بازیکن خوب برای تراکتور آورد. نمیشه با شما گفتگو کرد در مورد پرسپولیس صحبت نکرد. رفتن سراغ مهدی تارتار، یک نگرانی وجود داره که به سرنوشت وحید هاشمیان دوچار بشه. نگرانی دیگه اینه که سابقه لیگ برتری خیلی خوبی داره اما دی ان ایش با قهرمانی خیلی گره نخورده. من میخوام سوالم مشخصا از شما اینه که آیا مهدی تارتار رو گزینه خوبی میدونیم برای پرسپولیس یا نه؟ خوب نمیدونم، عالی میدونم. من با آقا مهدی تارتار کار کردم. تمام ویژگی‌های یک انسان خوب و سالم رو داره. ضمن اینکه واقعا جز بزرگانی هستش که فوتبال خوب میفهمه، هم کلاسیک میفهمه هم بومیشو میفهمه و این دوتا رو با هم مچ میکنه. نتیجه گرا فقط نیست، رشدم میده. راجع به آقا مهدی من یک کلمه بد خودم ندیدم و نشنیدم. با من مربی من بوده دیگه، برای من داماش کار کرده. فکر میکنم که پرسپولیس انتخاب درستی کرد. پرسپولیس اشتباهش در انتخاب آقا مهدی نیست، اشتباهش در جای دیگه است. دوست دارم برم کمکشون کنم، مشورت بدم که یه اشتباهاتی نشه. اونا هم دوست دارن این مشورت نه بشنون؟ ممکنه اصلا دوست داشته باشه. من برنامه دارم که میتونم بدم با همین بچه‌های آکادمیکشون در 4 سال آینده یک بازیکن نگیرن، یه دونه بازیکن حتی بیرون نگیرن. مدیر عاملشون ولی به نظر من انقدر جوونه و در واقع خیلی با فضای فوتبال فاصله داره که شاید این که در واقع این دست فرمون از سمت شما بیاد شاید بیشتر از این که خوشحال بشه نگران ممکنه بشه که آقای عابدینی میخواد بیاد تو این باشگاهه. من و ایشون و 10 ها آدم که مدیریت کردن در اونجا، از عبدو خدا بیامرز تا حالا، ما اگه باور بکنیم که نوکر مردم هستیم و خادم مردم هستیم، خادم این طرفدار هستیم، این هوادار هستیم و به برکت اونهاست که فوتبال زنده است، اون وقت با هم کنار میام کمک میکنیم. دیروز مهمان من کی بوده فکر میکنید؟ نمیدونم. آقای علی فتح‌الله زاده. ما 1 ساعت با هم جلسه داشتیم راجع به یک کار جمعی در رابطه مدیا که چه بکنیم که این باشگاه ها ضربه نخورن، چه بکنیم که درست ازشون دفاع بشه، درست بهشون انتقاد بشه. خب ایشون مطالبی داشت، من یه کسی دیگر هم گفته بودم که از همکاران شماست، اونم اومده بود. ما جلسه داشتیم با هم و قرار شد که این جلسه ادامه داشته باشه تا به نتیجه برسیم. بله. پس ما با هم میتونیم زندگی کنیم، میتونیم کنار بیام، میتونیم رقیب باشیم اما رفاقت رو دست ندیم. من رقابتی با هیچ مدیری در باشگاه ها ندارم اما یه پتانسیل دارم، رسوباتی دارم تو روح و روانم در اتاق فوتبال که اینو میتونم تقدیم کنم. عشقم پرسپولیس بوده، الانم دارم میخواد پرسپولیس کمک کنم. من میبینم که بالاخره دوستان ما از کشتی اومدن به پرسپولیس کمک کنن. البته اگه بشه اسمشو کمک گذاشت دیگه، حالا به هر دلیلی اینو ادعاست دیگه. حالا چرا ما این ادعا رو نکنیم؟ آخه موضوع اینه که آقای عابدین دیگه شفاف حرف بزنیم دیگه. شما که آقای علیرضا دبیر الان یک جایگاهی داره که مثلا با مدیر عامل بانک شهر که مالک پرسپولیس هم به شدت نزدیکه.
حالا کاری به مناسبات حاکمیتی و اینا هم ندارم، مثلا ایشون رو آورده بالاخره توی هیئت رئیسه فدراسیون کشتی هم هست، اینجوریه که تهش یهو در میاد که آقا مثلا برای تماس با خدادادم از علی دبیر استفاده شده. توی یک همچین فضایی خب طبعا ممکنه که علاقه‌ای برای اینکه سراغ من آقای تو عابدی برن. محدوده مدیریتی هیچ کاری ندارم. من تو صف میخوام کمک کنم، تو ستاد کاری ندارم. ستاد هر کاری میخوام بکنم، هر تصمیم میخوام بگیرم. چون دو طرز تفکر داریم در رابطه مدیریت. اونجا نمیتونم کمکشون کنم، تفکر من مزاحمشون هم هست. اما تو این طرف صف میتونم بر اساس برنامه‌هایی که دارم کمک بکنم آکادمی فوتبال پرسپولیس توسعه پیدا کنه و در سطح کشور بتونه جایگاه خودش رو حفظ کنه و دیگه نیاز نباشه دست دراز بکنه. من به جرأت میگم بریم سراغ شهرستانامون، به جرأت میگم شهرستانی که ممکنه تیمم نداشته باشه، اما بریم ببینیم چه انرژی اونجا هست، چه پتانسیلی هست، چه درک فوتبالی هست، چه میکنیم، چقدر استفاده میکنیم. برای کار درآمدزایی، برای اینکه ما بتونیم آکادمیامون رو موفق بکنیم کار سختی نیست. گفتین که در واقع یه موضوع رسانه‌ای هم در مورد حفاظت از آدم‌ها و اینا هم پیگیری میکنین. اگه عادل فردوسی پور هم با شما تماس بگیره یا اینکه اصلا بخواین تدبیری برای موضوع اون بکنید چیه؟ عادل اعتماد به نفسش بالاست، اصلا نیاز نداره. عادل یک قاموس یتیمیه، یه نفره است. هیچ موقع کمک من به دردش نمیخوره، ولی دربست در اختیارشم. یعنی کسانی که خدمت کردن به جامعه ورزش و فوتبال و به صورت عامش بگیم خانواده بزرگ ورزش، من دستشون رو میبوسم. یکی از کسایی که حاضرم دستشو بوسم عادل فردوسی پوره. این که از در چند واقع سال یه دست دارم میبوسم اگه زنده باشم. قربون نفرمایید تو رو قربان. این که واقعا از در واقع شکست نفسی شماست و شخصیت بالاتون. آقای عابدینی، خیلی خوشحال شدم که یک بار دیگه این فرصت رو پیدا کردم که از کلام نافذ شما استفاده بکنم. گفتگو با شما همیشه یک مزه ویژه واسه من به شخصه داره. تمنا میکنم. من واقعا وقتی اومدم این جمعیت جوان رو دیدم دارن کار میکنن، فعالیت میکنن و برای اینکه من پیرمرد رو تحویل بگیرن اصلا بالیدم به خودم که هنوز پیرمردام جایگاهی دارن پیش جوونا. خوشحال شدم، باعث افتخار بود و کیف کردم از این علم و دانش کاریتون و این هندلینگتون، وضاحتتون. ایشالله که رشدتون بیشتر بشه. ایشالله. ما از این پلتفرما نیستیم بتونیم خیلی ریخت و پاش بکنیم، نهایتش کالای فرهنگی. یک کتاب در حوزه فوتبال میخواستم تقدیم شما بکنم. ممنونم از شما، خیلی مخلصم. ایشالله که این کالای فرهنگی رو از ما بپذیرید. امیدوارم فرهنگی باشه، حالا ببینم چی. آره، نه خیالتون راحت باشه. میخونم ببینم چیه. متشکرم بچه‌ها از همتون. صحبت جذاب آقای عابدینی رو شنیدیم. بحثا واقعا اونور داغه، اینور هم داغه. یعنی قشنگ رسیدیم الان به اوج بحثمون. قرار شد دیگه تو این بخش آرژانتین و پرتغال رو بزنیم کنار. مسی یا رونالدو بازیکن برتری بوده؟ خود چی فکر می‌کنی؟ من قرار شد اصلا فکر نکنم. اصلا سوال بنظرم از پایه اشتباهیه. چرا اشتباهی؟ باشگاهی رونالدو که بهتره. بذاری کنار هم اصلا عیارشون مشخصه. یعنی ما چه فردی حساب کنیم چه تیمی، آمار جام‌ها رو حساب کنیم، اختلاف فاحشه. بفرمایید. حالا تیمایی که باید توشون بازی کردن و شرایط تیمایی که بودن هم متفاوته. حالا فعلا همین رو بگو. افتخار و جامو. افتخارات رونالدو توی تنها بازیکن تاریخ که توی دو تا تیم مختلف سطح یک لیگ قهرمانان اروپا برده با آقای گلی. خب همینجا نیاده. رونالدو مسی میگن که اگه بخوایم اینو بریم سمت شما، نکتهش اینجاست که موفقیت‌های باشگاهیش فقط با بارسا بوده.
چون کریرش کلا تو بارسا بوده. بعدش رفت جرأت پاریس نکرد سن از بهترین یه تیم تایم تاریخ کوتاهی بارسا تو بیاد پاریس بود. بیرون. چرا باید جرأت نکنه؟ خونش دیگه اونجا. حالا اومد پاریس، حتی توی لیگ پنجم اروپا زیر سایه امباپه بود. به خاطر اینکه مسی عملا پستش مهاجم نوک آها، نیست که بخواد وقتایی گل که- بزنه. وقتایی که گل نمیزنه آمارش آخه کمه، خلق همینم- موقعیته. وقتایی که گل میزنه دیگه خلق همینم حساب کنیم، کفش طلای اروپا رو هم حساب کنیم، مسی 2 تا بیشتر از رونالدو خب داره. آخه مسی توی یه تیم اینا رو داره. توی تیمی که از بچگی کنار ژاوی و اینیستا و بوسکتس بوده که بهترین هافبک‌های تاریخ اسپانیان. رونالدو وقتی اومد رئال اولین بار بود توی زندگیش آلونسو و خدیرا و دیماریا رو میدید. مأموریتی که رونالدو داشت خیلی سخت‌تر بود و اگه قیاس کنیم گل‌های مسی و رونالدو رو توی لالیگا، نرخ گلزنی رونالدو نسبت به بازی نزدیک 228 بازی کمتر حالا از من مسی آمار گل رسمی زده. بگم. نرخ گلزنیش 1.7 مسی 9 تعداد بازی‌های رسمی: مسی 1163، رونالدو 1330. یعنی چقدر بیشتر؟ نزدیک 200 خورده بیشتر. تعداد گل: مسی 919، رونالدو 974. خب پاس گل: مسی 457، رونالدو 307. یعنی میانگین گل در هر بازی مسی ممیز 79، رونالدو ممیز 73. میگه که این در شرایطیه که رونالدو تنها کاری که تو زمین باید بکنه اینه که گل بزنه، ولی مسی نه. مسی پستش مهاجم نوک خب نیست نه، که مسی بخواد گل همه بزنه. کاره تیم. اتفاقا رونالدو فقط گلزنیه، ولی مسی هافبک راست میره، هافبک هجومی میره، هافبک چپ میره و آزاده. ترکیب حول محور مسی میچرخه و مسی آزادانه تر میتونه داخل محوطه بره، بیاد پشت محوطه بره، کنار دفاع توپ بگیره. ولی رونالدو از 2013 به بعد که وظیفش از یه وینگر چپ صرفاً دریبل زن عوض شد وینگ مهاجم یا مهاجم نوک، آمارش فوق‌العاده بود و ترکوند. و آمار لالیگایی که رونالدو داره نسبت به نرخ گل، نسبت به بازیش، نرخ گلزنیش از مسی بالاتره. لیگ قهرمانان میکنه الان. شما میگه که اینا کریر رو حساب، اگه کریر رو حساب کنی که رونالدو توی 3 تا تیم معتبر اروپایی این کریر رو داره. آیا مسی میتونه توی شرایط رونالدو اون آمار رو ثبت کنه؟ چرا نمیتونست؟ رفت کجا؟ رفت پاریس زیر سایه امباپه بود. مسی چند سالگی رفت پاریس؟ رونالدو شما 33 سالگی رفت. آماری که داری از رونالدو میگی یوونتوس و اونجا هم آقای گل شد. یوونتوس ببخشید خیلی سطح معتبری داره لیگش. مسی رو که با بارسلونا اصلا شما بری میگی سری آ نسبت به فرانسه شما بری لیگ ایتالیا رو نگاه کنی، یوونتوس فکر کنم نمیدونم 10 سال 15 سال پشت سر قهرمان شده با اختلاف مثلا 15 امتیاز. یعنی کیفیتش از لیگ فرانسه هم که همینه، پاریس همش قهرمان میشه. خب نه، من اصلا بحثم راجع به پاریس سن ژرمن رفتن مسی صحبت نمی‌کنم. من دارم کل کریرشو خب یعنی میگم. میگی پاریس سن ژرمن یه مشکلی بوده که تو ساختار تیم به ضربه زده دیگه. وقتی امباپه تو اون تیم باشه، الان تمام ویدیوهاش هست دیگه، تایمی که امباپه، نیمار و مسی همزمان توی ترکیبن، امباپه اصلا پاس نمیده به این دوتا. آها، یعنی توی پرتغال، ولی توی پرتغال خب که پاس نمیدن به رونالدو مسئله این. ما اصلا نمیایم الان بگیم آی مسی مظلومه بهش پاس ندادن. میگیم مسی، آقا مسی صرفاً بازیکن بارسلونا بود، کریرش بود، تموم شد و اون رفت. سوالی که از خانم کیمیا پرسیدن از شما هم میپرسم، مسی بالاتره یا رونالدو؟ قطعاً اگه باشگاهی حساب کنی رونالدو. نه ببین حساب نکنی، باشگاهی هم که بخشی از من ترجیحم رونالدو. دوران ترجیح نه، نمیخوام ترجیح تو بگی. آقا داری دو بازیکن رو میبینی، کدومش؟ رونالدو. چرا؟ چون رونالدو شرایطی که توش بوده به مراتب سخت‌تر بوده به موفقیت تا مسی. من اینو حساب میکنم. خب استعدادی چی؟ استعداد که مسی بهتره. استعدادی مسی بهتره. استعداد ولی این پوینت برای رونالدو تمامش کنید. استعداد بهتره ولی رونالدو تونسته. رونالدو سخت‌کوش‌تره. ولی رونالدو تونسته. ببین بذار خودشو برسونه. منظورش اینه که خودشو برسونه. بذار یه آماریو بهتون بگم. ما گفتیم جام جهانی بزرگترین تورنمنته، ولی با کیفیت ترین تورنمنت احتمالاً اگه تعصبی نباشیم لیگ قهرمانان اروپا است توی دنیا. اینجا داره. و توی لیگ قهرمانان اروپا مسی حتی با اختلاف رتبه دومه. رونالدو بهترین گلزن تاریخ لیگ قهرمان، بهترین گلزن مراحل حذفی از 1/4 به بعد، که مسی اگه مثلا هر موقع که مرحله سخت‌تر میشد مسی ریش می‌خوروند، کامبک می‌خورد. ولی رونالدو جلوی بایرن، جلوی یوونتوس، جلوی اتلتیکو مادرید توی فینال گلزنی داره، بیشترین گل زده یه فصل لیگ قهرمانان. حتی رونالدویی که میگه وظیفش گلزنیه، بهترین پاسور تاریخ بهترین تورنمنت دنیاست.
اگه مسی بحث سومه. ریش مسی خاروندن سومه. فکر کنم داره سکوت میکنه میخواد بعد جوابتو بده. اونقدر مسی اگه بحث سومه. ریش خاروندن اونقدری که ما گریه های رونالدو رو دیدیم فکر نمی‌کنم بازیکنی تو تاریخ ما- اندازه رونالدو ما گریه قهرمانی کرده شد. حالا باشه. لیگ قهرمانش قهرمانان بیشتر چی دیدیم. میگی؟ لیگ قهرمانان لیگ قهرمانانی که داره میگه چمپیونز رونالدو، لیگ. چمپیونز لیگ. ببین اگه چمپیونز لیگ رونالدو 5 بار گرفته، مسی هم 4 بار گرفته. مسی بار اختلاف اولی که گرفت فاحشی توی وجود کریرش نداره حساب توش. نمیشه، که بازیکن حساب ذخیره نکنه. بود. اون اولیه رو هست توی حساب نکنه. تاریخ وقتی جزء اسکواد تیم بوده. من آقا شما که اصلا می‌دونی بازی میگیم نکردی. 3 تا، اصلا 3 تا با اصلا نداره. رونالدو توی 3 سال اصلا رکوردش رو سی ال زد. نداره. خب میخوای بگی رونالدو نداره توی سه سال اصلا رکوردش رو. نداره. بابا انقدر من یه کریرش چیزی رو- سنگینه اصلا نیازی نداره به این چیزا. دیگه وقتی اونو ما نداشته بیایم- باشه که دیگه سنگین ببینید، میشه. بحث بین مسی رونالدوه درسته؟ آره. خب پس طبیعتا بریم روی دستاوردهای فردیشون. خب چیکار کردن؟ اینم حالا دیگه اینم مسی بحث- 8 تا توپ طلا، که 3 تا 6 حقش تا نبود. کفش طلا. تنها جایی که رونالدو توی افتخارات فردی میتونه بزن رو دست مسی لوح طلایی چنل یوتیوبشه. ای وای ما. نه دیگه ببین چمپیونز لیگ چیزو- که بذارید آمارای چمپیونز لیگو بگم. بهترین بازی 15 سال پشت هم توی تیم منتخب یوفا برتر از مسی. بهترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان، بهترین گلزنش، بهترین پاسورش، بهترین بازیکن مراحل حذفیش. مسی انقدر آمارش بده توی لیگ قهرمان، انقدر بازیکن بازی‌های بزرگ نبود توی بارسلونا. وینیسیوس جونیور با 37 بازی کمتر آمار پاس گلش از مسی بهتره توی مراحل اگه حذفی. میریم رو مقایسه این مدلی که یامال با 4 ای سال وای، بازی توی بارسلونا لالیگاهاش نه، از اگه رونالدو لالیگا- بیشتره ببین، توی شما 10 لیگ- سال بازی تو شما لالیگا. فرق لیگ و تورنمنت رو اشتباه گرفتید. نه خب لیگ اگه شما مقایسه اگه ببازی- وینی جونیور و مسی شما میشه اگه- اینورم شما اینطوری اگه میشه. لیگو به بازی بعدی بازی میکنی ولی لیگ قهرمانان به بازی حذفی. خب. رونالدو بازی بیشتری داره چون تونسته خوب گلزنی کنه، تیم‌های مقابلش رو حذف کنه. مسی بدترین و سخت‌ترین کامبک‌های کریر خب اینجا UCL به رو این خورده. نتیجه میرسیم که صرفا چون تیم خوبی داشته. آها اینجا تیم خوبی باشه دیگه. خب تیم اگه مهمه، فردی نیست. بود، اگه فردی بوده کفش طلا و توپ طلاش هم کلاً قاعدتا توپ هم طلا بیشتر رو- میشد. توپ طلا رو میخوای جواب بدی؟ توپ طلا رو توپ جواب طلا میدم قطعاً. توپ داری طلا یه دیالوگی میگی که میگی 3 تاش حقش نبوده. الان من از یکیشو طرف یه بگم. بارسایی یا یه طرف مسی فهم میگم 2 تا مسی هم حقش نبود. 2 تا رونالدو. 2 تا رونالدو حقش نبود. رونالدو یکیش حقش نبود، من قبول میکنم ریبری باید میگرفت، ولی این توپ طلایی هم که مودریچ میگرفت حق رونالدو بود، اون یر بگیر. ولی اسنایدر سگانه گرفت، فینال جام جهانی رفت نگرفت. حتی به اینیستا که گل جام جهانی زد ندادن، به مسی دادن. خب. مسی با آقای گلی 4 گل توی کوپا آمریکا که سطحش خیلی پایینه توپ طلا بهش دادن. خب اینجا خب. استوب بزنیم ببینیم دفاعی شما چیه؟ توپ طلا رو کی میده؟ کی رأی میده؟ کاپیتان تیم ها، الان اینجوری سرمربی تیم ها قدیما همینجوری بود و دیگه. خبرنگار. از قدیم همین قدیم. بود. دادن فرانس فوتبال دوباره. حالا یه دوست و چیزش بود بخشی دیگه. از خبرنگارها. آره. خب یعنی کاپیتان تیم ها همه طرف مسی ان، دیگه آمار، سرمربی آمار میگیم. همه تیم ها طرفدار مسی ان، آمار همه خبرنگارا هم طرفدار مسی ان. 3 تا به ناحق دادن به نه مسی. این همون سه بلاتر منطقیه؟ که با میشه میگه من از رونالدو خوشم نمیاد مثل نظامیان، ولی مسی پسر خوبی، همون پسریه که همه مامانا دوستش دارن. معلوم میشه بقیه هم چه جوری نظر میده. ما آماری میگیم وقتی که سگانه میبره مسی میگن توپ طلا حقشه، ولی چرا اسنایدر که سگانه برد فینال جام جهانی داشت حقش نبود؟ چرا با کوپا 4 گل زده آقای گل بشی توی جام حذفی ایران هم 6 7 تا گل باید بزنی آقای گل؟ یعنی تورنمنت شما بشی. داری میگی بزرگترین سرمربیای دنیا، آره، میتونن بزرگترین اشتباه کنن. کاپیتان‌های میتونن دنیا اشتباه- چون بلاتر گفته مسی پسر خوبیه، ببین. عقلشونو گذاشتن زمین، ببین. گفتم ما به حالا مسی یه دقیقه، رأی یه دقیقه، بدیم. یه فکت رو بیارین. صحبت- آمار چی بود؟ یه دقیقه صحبت بلاتر و پسر خوب فیفا و اینا شد. تو این تورنمنت جام جهانی میگفتن که مسی پسر خوب فیفاست. قبول داری؟ فیفا تا فینال میاره تیمو، فینال میگه پسرم رو پای دیگه خودت تا هر وایسا. کجا دیگه یه اصلا جایی توی میتونه محوطه بیاره. نیومد که بیاد. فیفا گلش کنه. قبول خدایی نداره. بی خیال. اصلا دیگه تا محوطه نیومد اصلا که. آرژانتین بازی توی با یه شوت مصر، زد. بازی با مصر تیم 2 گل خورده، کاپیتان تیم که وزنه تیم پنالتی خراب کرده، یه گل دیگه خورده، وی ای آر گل رو برگردونده، همون مثلی که با اون روحیه از دقیقه 70 میاد فوتبال بازی میکنه، 3 تا میزنه. اینو ببین، فیفا در ببین جلوی آورده. مصری دارن حماسه سرایی میکنن که شجاع خلیلزاده اگه سایز کفشش 39 بود الان به جای مصر بالا ای بود. وای رسیدیم دوباره به فوتبال ایران. خیلی به یعنی- فوتبال ایران نزدیک نشیم. من یه بحث دیگه هم بگم، حالا شما خیلی خوشحال نشو.
چون همون قدری که میگن مسی پسر خوب فیفاست، در مورد رونالدو هم این مسئله مطرح میشه و خیلی‌ها میگن که اگه فیفا قرار بود عدالت رو اجرا کنه به خاطر اون ضربه‌ای که قبل از تو مقدماتی زد، رونالدو اصلا نباید اون 2 تا بازی اول جام 3 تا بازی اول جام بازی می‌کرد. کدوم ضربه؟ ضربه‌ای که تو آخرین بازی مقدماتی زد و اخراج شد. رونالدو یا مسی؟ رونالدو باید بازی نمی‌کرد. بازی نمی‌کرد. من کلا این که اگه بازی نمی‌کرد احتمالاً پرتغال صدرنشین میومد بالا آره می‌افتاد. همون جوری که سال قبل توی لیگ ملت‌ها رونالدو فینال اسپانیا رو برد ولی آرژانتین تو این فینال یه شود، اصلا یه طرفه ترین فینال تاریخ بود. برای همین میگم من جام جهانی با کیفیت تری نیست که آرژانتین با اون رنکینگ تیمایی که قبل انگلیس باشون بود میانگینش 50 بود، اومد تا فینال. کسی هم نگفت آرژانتین فینال خوب بازی کرده. 120 دقیقه یه گل. مسی هم خوب بازی به نکرده. قدرت اسپانیا بود. چون به چند تا دلیل داره. نه. اینو بگیم و بریم سراغ جنبندی بحث. اسکواد وحشتناک اسپانیا که اولمو میره بیرون، پدری میاد تو. اینور تعویضای ما اصلا خنده‌دار بود. 2 تا دفاع اصلا تاکتیک اسکالونی از اول جام این بود که لاوتارو مارتینز دقیقه 75 80 بیاد، مسی بره کنار، بسازه گل بزنن، کارو در بیارن. 3 تا بازی اینطوری آرژانتین بازی رو برگردوند. فینال 2 تا دفاع وسط ما مصدوم شدن، تعویض اجباری. لاوتارو مارتینز اصلا نتونست بیاد تو زمین. کل ترکیب ما به هم ریخت، کل برنامه ما به هم ریخت و معلومه وقتی روبروی شما تیمی مثل اسپانیا با این همه بازیکن داره بازی میکنه و شما زورت نمیرسه، قبول داری که زورت نمیرسه، منطقی دفاع کنی، تو پنالتی شانس تو امتحان کنی. حالا دفاع کنیم اشکال نداره، ولی نه دفاعی که همش دقیقه 1 شروع کنی به زدن بازیکن‌ها و آنتی فوتبال اتلتیکو مادریدی و دیگه تیم مسی. وقتی میگن تیم آرژانتین اینه بله، ولی توی آمریکای جنوبی ناز نمی‌کنن، همه بازی می‌کنن. حالا برسیم به جنبندیمون. میخوام یه تایمی داشته باشی، یه دفاع جانانه رونالدو انجام بده، بحثو ببندیم با شما. رونالدو برای بزرگ بودن رونالدو توی تاریخ همین کافیه که تنها بازیکن تاریخ توی 2 تیم کفش طلا و توپ طلا داره، تنها بازیکن تاریخ توی 3 تا تیم سریع‌ترین بازیکن اون لیگ تبدیل میشه که به 100 گل میرسه، تنها بازیکن تاریخی که توی چمپیونز لیگ آمارش انقدر فاحشه نسبت به رتبه دوم که گاهن مسی سوم میشه. ولی این جام جهانی که 2022 مسی برد کریرش رو نجات داد. قبل اون چه توی یوونتوس چه توی منچستر یونایتدی که ششم شد رونالدو 18 گل زد، کاملا کریر رونالدو به مسی میچربه اگه شرایطی که توی تیم‌ها و لیگ‌هایی که داشتن بازی می‌کردن در نظر بگیرید. خب جنبندی شما و دفاع آخرتون از مسی. انقدر اختلاف فاحشه به نظرم مثلا من نباید حرفی بزنم، چون حرفی بزنم مسی رو میبرم زیر سوال. مسی حتی بهترین بازیکن تاریخ جام جهانی. مقایسه این دوتا با هم دیگه اصلا از پایه اشتباهه. من همینجا بحثو تمام میکنم. از خود مسی نمیخوای دفاع کنی؟ یه نکته‌ای بگم. اصلا نیازی داره؟ یه نکته‌ای بگم تموم شه بره. مسی نه بهترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانانه، نه بهترین بازیکن تاریخ جام جهانی. جام جهانی رو امباپه برده، لیگ قهرمانان هم رونالدو. صرفاً لالیگا جمع میکنه کارو. صرفاً لالیگا، اونم چون 529 بازی کرد. امباپه تاثیرگذارترین بازیکن تاریخ جام جهانی نسبت به بازیه. اگه قرار بهترین بازیکن تورنمنت رو انتخاب کنی، هم 2014 مسی بهترین بازیکن تورنمنت رو گرفت، هم 2022 رو گرفت. امباپه 2 تا جام جهانی دیگه حداقل داره. مسی کریرش تموم شد توی جام جهانی. حالا بحث اینجا قشنگ شد. این که رونالدو فن الان سویچ کرده رو امباپه خودش من گفتم مسی که توی اونم سطح اول نیست. به نظرم که هفته پیش رضا ما داشتیم بحث می‌کردیم، گفتیم 2 تا خط موازی هم به هم نمیرسن. این هفته که دیگه فکر کنم اوضاع خیلی بدتره. دوستمون که فکر کنم کلی اطلاعات آورده بود، ایشون هم تو موبایلش کلی اطلاعات داشتن. من به نظر خودم میخوام الان بگم رونالدو و مسی به نظر خود من شخصا بهترین بازیکن‌های تاریخن. فوتبال به هر دو نفر مدیونه، یعنی این 2 نفر سطح فوتبال رو کشیدن بالا. تهش هم میخوام بگم اگه استعداد بخوایم حساب کنیم من خودم مسی رو انتخاب میکنم. واقعا به نظرم علاوه استعداد قابل مقایسه نیستم با هم. اگه علاوه سخت‌کوشی بخوایم حساب کنیم من رونالدو رو برمی‌دارم، چون انقدر تلاش کرد که ما الان اینجا وایسادیم و داریم آمارش رو با مسی که به نظر من با استعدادترین و شاید بهترین بازیکن تاریخ مقایسه میکنیم و هر دوتا به نظر من قابل احترامه. مثل برنامه قبل از بینندگانمون میخوایم که برن و نظرشون رو در مورد رونالدو و مسی بر ما بنویسن. رونالدو یا مسی کدومشون بهترین بازیکنه؟
آقا من یه نظریه نامحبوب دارم راجع به اینکه حالا مهندس عابدینی و مهندس عابدینی ها که سالهای سال حالا رزومه موفقی داشتن توی مدیریت فوتبال ایران همچنان چهرن و همچنان خواهان دارن واسه اینکه بیان برگردن کار کنن. میدونی چرا؟ شاید یکی از مهمترین دلایلش اینه که تولید نشده. دقیقاً. یعنی همونطور که فوتبالیست توی این مملکت خیلی به ندرت تولید میشه، مدیر هم همین ویژگی‌ها رو داره. یعنی من الان هر چی بالا پایین میکنم، به قول تو شاید آدمی که سطح بالا مدیریت کرده باشه و بتونه بیاد 4 تا حرف حسابی بزنه رو کسی به ذهنم نمیرسه. حالا اون من روی کار اومدنشون هم هست دیگه. و حالا این چند وقت اخیر فکر کنم رئیس فدراسیونایی که اومدن ما فقط یه چهره جدید داشتیم که اون هم دیگه تهش دیدیم چی شد دیگه. خوبان عالم و آیتم تو هم خوب بودا. بچه‌ها خوب کل کردن نه؟ آره خیلی تعصب داشتن روی بازیکن محبوبشون. ولی تو رو خدا مثلا یه تیکه رو برداشتیم گذاشتیم روی اینستاگرام برنامه، این مسی فنا و نمیدونم رونالدو فنا، نه یعنی اینجا خدایی نکرده حرفای زش بزنینا. واقعا بلاک میکنیم در جا. نه خدا شکر فکر کنم به بلوغی رسیدن دیگه. الان دیگه فقط خیلی که به نظر نمیاد فضای مجازی رو که نمیاره. ترجیح میدم اینجوری بگم که یه براش فیلتر سنی گذاشتن. چون حالا تو حضورشون هم خیلی با هم به نتیجه نرسیدن. حالا من بالاخره من میگم از ننکای در واقع فضای فوتبال دیگه، ولی تا اونجاش که تو دایره ادب باشه. ممنونم که ما رو تماشا کردین. اگه عمری باقی بود